رفقا عزیز سلام، امیدوارم حال همتون عالی باشه. من اردلان هستم. منم یوسف. منم فرزان. به اپیزود 7 پادکست نویزگیت خوش اومدید. خب ما تو این قسمت می‌خوایم سری سوالات از هم بپرسیم، نظر همدیگر راجع به سری مسائل متداول و چیزی که تو ذهن هم هست بپرسیم و برای اینکه نظرهای جدید و باحالی هم داشته باشیم از دوست عزیز و کاردرست آقای اصفهانی هم خواهش می‌کنم. من خیلی باعث افتخارم که دیگه قسمت اصلی اومدم جلو نشستم دارم صحبت می‌کنم، دیگه همشون پشت نیستن. سلام خیلی جسته گریخته میومد. خیلی خوشحالم که واقعا تو این قسمت امیدوارم که بتونیم استفاده کنیم از این نوازنده کاردرست. خواهش می‌کنم نظر لطفتون. فرزان معرف حضور همه هست، همه که فکر نکنم ولی و خیلی تو چیزی فروتنی همیشه. من واقعا عین تو ساز می‌زدم خدا رو بنده نبودم، جواب سلام خودم هم نمی‌دادم تو یه چکم به خودم اینا رو دیگه تو گروه خودم حداقل زیر بغل. دقیقاً. خب خلاصه که امیدوارم که بحث جذابی باشه و بله. آره حول موضوع به خصوصی نیست دیگه. آره فری تاک باشه. آره. و اون چیزایی که فکر می‌کنیم باحال هم برای نوازنده ها بیشتر هم خودمون. به هر حال ما اینجا وقتی فری تاکه گپ و گفت دیگه، گپ و گفت آزاده دیگه. پس خودمون هم قراره حال بکنیم دیگه. بریم جلو ببینیم که به کجا میرسه. خب اول از مهمون عزیز شروع کنیم و سوالی که میپرسم اول از همه از شماست، چون عضو جدیدتری هستین. چرا اینقدر تند ساز میزنید آقای اصفهانی؟ با سوال جواب تو بدم یا اینکه نه جواب بده. چرا؟ نه با سوال جواب نده. عشق میکنم تند ساز میزنم، اینو جدی دارم میگم. حالا خارج از بحث اون موزیکالیتی که دارن صحبت میکنن راجبش که آقا این تند باشه جز اون حساب نمیشه و خیلی چیزای کلیشه‌ای که همیشه صحبتشو میکنیم، برای من مثل همون قضیه کوهنوردی است. یعنی دیدی طرف میره کوهنوردی بهش میگن چرا این همه مسیر سخت و میری که برسی اون بالا، امتحان داره مثلا بمیری، دور از جون هزار تا اتفاق دیگه برات بیفته، ولی وقتی که میرسه اون بالا اون لذت رو میبره. حالا سوء تفاهم نشه، نمیگم من رسیدم اون بالا، ولی اون حس آدرنالینی که واقعا یه دفعه مثلا ترشح میکنه که اون سطح تسلط رو توی حالا لول‌های مختلف بهش میرسی، اونو خیلی دوست دارم. در کنار خیلی مسائل دیگه که میگم که همه چی باید به جای خودش باشه. یعنی خودم ممکنه که با اینکه خودم یه شردر خودمو میدونم تقریبا تا اینکه مثلا خیلی احساسی فقط بزنم، همه چی اگر به جاش باشه خیلی جذاب‌تر دیده میشه. یعنی اگه یه لاین فول شرط باشه شاید حتی دیگه اونقدر من لذت نبرم تا اینکه توی کانسپت خیلی درست حسابی باشه. میدونی اون شلوغیه موقعی به نظر من یه دفعه باحال صدا میده که قبلش اون کانستراکشن ساخته شده باشه، آروم اومده باشه و همون چیزی که همیشه دوست داریم. اصلا سر همینه که مثلا سبکایی مثل پیفری و خیلی چیزای دیگه که یه دفعه اون هارش میخونه بعد یه دفعه اون وکال میاد اونجوری کاورش میکنه، سر همون دوست دارم. اینم همونه. وقتی که میشینم نوازندگی میکنم یه بحث تمرینی اونه که واقعا خب مثلا میگم برای خودم یه سری هدفا رو میچینم که میگم دوست دارم تسلط رو توی خودم ببینم و وقتی تو اون چیز میبینم خب قطعا خیلی لذت بخشه. بحث آهنگسازی و اینا میرسه خب قطعا یه مقدار عقب نشینی دارن دیگه. البته یه سری جا نه داریم ولی خب ولی خب اون عقب نشینی رو دارم. یعنی سعی میکنم خیلی ساختار محورتر باشه اون چیزی که دارم میزنم، ولی خب خیلی حال میده. خب ببین اگه حالا سوال من اینه، چون من و تو با هم کلی نشستیم ریف نوشتیم و کار کردیم و اینا، خیلیش هم پخش نشده. چیزی که برای خودم الان سواله اینه که خب اوکی اینو همیشه میگی، ولی همیشه موقعی که شروع میکنیم مثلا یه ترک جدید کار کردن میگیم این سری بیایم تون نزنیم، دیدی دیگه، و بعد آخر سر اینجوریم که میخوای یه بندم بدیم، بند ندادیم فکر کنم در 40 ثانیه گذشته تو سولو. خب ببین استاندارد تو درسته، این حرفی که داریم میزنیم امکان داره خیلی‌ها تو خیلی سرعت مختصر اینو بگن، ولی چرا تو انقدر استانداردت تو سرعت انقدر بالاست که حس میکنم تو مثلا برای همه دیگه اون لول غیر قابل درکی، یعنی یه ذره جدات میکنه از مردم عادی دیگه. براش اساس شنیداری میگم که اون بازی اینو مد تند بزنه مثلا. خب این خودتو اذیت نمیکنه؟ مثلا یه ذره آروم‌تر بیشتر دیده میشدی؟ یکم برگردم به عقب.
من خب خودت که قطعا اطلاع داری، من قبل از اینکه گیتار بزنم کیبورد کار میکردم و اینکه برام خانواده کیبورد گرفتن، حالا به واسطه اون به نسبت گوش خوبی که داشتم شروع میکردم یه سری آهنگای ایرانی اون موقع میزدم. بعدش بازی گیتار هیرو اومد و من خیلی عجیب غریب نشستم روی این بازی و کار کردم. هی سبک جدید رو شنیدم. قبلا یه چیزایی شنیده بودم ولی خب نه دیگه اینجوری که انقدر آهنگ راک و متال و اینجوری بشنوم و عجیب غریب علاقه‌مند شدم. من انقدر دیگه نرد شده بودم، سولوی آخر گیتار هیرو سش دراگون فورس دیگه، آره دقیقاً. من اینو اکسپرت 98 زدم میزدم، بعد با کیبوردم میزدم. یعنی اینجوری بود که اونایی که بازی نکردن دست چپ 5 تا نوت داشتی، از شیفت شروع می‌کردی تا 60 اکسپرت شد. اروکیا هم که آپ و داونش قشنگ آلترنیت پیکینگه، یعنی هم میتونستی لگاتو بزنی، یعنی خود گیتار فیزیکیشو نداشتی؟ نه فیزیکی نداشتم، با کیبورد قشنگ با کیبورد. و اینکه اون عملا دست منو ساخت واقعا. تو یعنی اصلا موزیک راک و متال گوش نداده بودی؟ اونجوری نه. ببین توی گیتار هیرو شنیدی؟ یعنی توی گیتار هیرو خیلی رفتم وارد شدم. چند سالت بود؟ دقیق یادم نمیاد واقعا، ولی خب خیلی شاید تقریبا چون همون اوایلش بود که گیتار هیرو دیده بودم داشتم کار میکردم. و اینکه این اومد من خب ببین گیتار هیرو هم یه جوریه که میگم حدود خود کیبورد گفتم چه جوری کاری به گیتارش ندارم. اون فواصل موسیقیایی رو خیلی باحال چیده، تکنیک‌های مختلف مثل حتی همین همران پولافایی که هست و اون لگاتو اونجور چیزا رو مشخص کرده، تپینگا رو میاد مشخص میکنه. حالا البته توی پنجش این بیشتر بود. اون یه خب هدزاپی میده به آدم دیگه دقیقاً چه اتفاقی قراره بیفته. بعد که من میرفتم مثلا روی کیبورد، هنوز گیتار نداشتم، آهنگ دراگون فورس رو میومدم سولوشو گوشی در من کلا استاد نداشتم، یعنی نه کیبوردش نه گیتارش نداشتم واقعا. و سولوهای هرمنلیو میومدم با کیبورد در میآوردم، گوشم به نسبت اوکی بود، نه تئوری موسیقی اونجوری میدونستم، نه واقعا کسی بهم گفته بود آقا این چه جوری بزن. از همون اول میدونی، نه اینستاگرامی اونجوری بود که مثلا بخوام شو آفی بکنم بگم آقا من اینو دارم میزنم ببینید، یعنی واقعا علاقم بوده، لذت می‌بردم از اون پیچیدگی، واقعا لذت می‌بردم. علاوه بر همه اون مثلا موسیقی متنی که عاشقش بودم که همین الان دیگه پلیلیست منو دیدی چه جوریه، بیشتر اونوریه موسیقی متن اینا تا مثلا متال و اینا باشه. از همونجا اون علاقه واقعا شکل گرفت و خیلی برام مهم نبود که فقط بحث دیده شدنش باشه. و یه مسئله هم که هست، حالا نظر شخصیمه، موقعی که میگن داره طرف شواف میکنه بعضی وقتا میشه گفت مشکل داره این حرف. چرا؟ اونم به خاطر اینی که یه نفر که میاد احساسی هم که میزنه، بالاخره اون نوتی که انتخاب کرده، اون قدرت بند و ویبرش اینا رو داره شواف میکنه دیگه، نشون میده، حالا نه به معنای اون شواف. حالا منم ترکیب اینو دارم با اون، ببینید دوست ندارم که بگم آقا ببینید من دارم اینجوری میزنم یا اگه میتونید بزنید، اون حس رو ندارم. دوست دارم که حداقل اونایی که دنبال میکنن، چون بالاخره درسته که کمن ولی خب خیلی هم هستن که به این قسمتش فقط علاقه دارم. میگم خیلی از اون درصد کلیش دارن حساب میکنن دیگه، تو که شرط میکنن ولی خب واقعا قبول دارم حرفتو. از یه جایی به بعد شاید تو فقط شرط نمیکنی. نه من فقط شرط نمیکنم ولی خب داخلی تاچ داری. من دارم. ندیدی من چیشو ندیدم. من و یوسفو مثلا با هم همزمان ساز بزنیم، مثلا اینجوریه که میگه که آقا اینو با هم دیگه بکینگ ترک میزنیم بزنیم مثلا. آره ولی در نهایت کشیده میشه. آره اینجوریه که من یه چیزی میزنم بعد یوسف میگه باحال بود، اینو ندیدی. نه نشد. بعد همینجوری الکی بعد آخرش مثلا یه دفعه خانومم میاد تو اتاق، میبینی که مثلا یه صدای بکینگ ترک داره نرم میاد، بعد مثلا راست میشه یه همچین حالتی ناخودآگاه اون حالت رقابتی پیش میاد، ولی خب جذابه دیگه. کلا سرعت من دوست دارم. سر داستان گیتار هیرو منم دوست دارم اینو بگم. گیتار هیرو خودش به نظر من یه کانسپت اصلا رقابتیه، یعنی حتی اونایی که راجع به یه بندن، مثلا گیتار متالیکا رو دیده باشی، دقیقاً چقدر من دوست داشتم بازی رو. دقیقاً از آهنگای ساده مثلا فور هوم د بل توزینا شروع میکنه، آخرش دیگه به دایرز ایول مثلا ترک سختا میرسه. ادی ون هلن هم همینطور، گرچه من بازی نکردم. و این کانسپت رو بده که سخت‌تر میشه چه شکلی میشه. بعد منم چون دقیقاً من خودم از گیتار رو از گیتار 2 وارد شدم، وارد جهان گیتار تیک شدم، اصلا نمی‌دونم داستان چیه. انگار مثلا بهت میگفت که سخت‌تر بشه این شکلی میشه، سخت‌تر تکنیکی صرفا این شکلی میشه. برای مثلا منی که داشتم این رنگا رو میدیدم داره میاد پایین، یهو مثلا از اون آهنگ اولی تا آخری و آخرش 600 تا از این چیزا میومد یهو. بعد اینجوری یا خدا چه اپروچ جالبی، ولی خیلی دیگه خوبی میده. آره قشنگ آماده میکنه برای اینو. میدونی اون فواصلی که شروع میشه
اینکه چه جوری طول میتونه بره، فواصل چه جوری بره، هم گوشی میساخت. آره گیتار از گیتار من وارد شدم دقیقاً. جالبه ها. منم با کیبورد شروع کردم. گیتار رو هیچ وقت. نه جالبه چون جفتشون هم شردرن و شردر. حالا بعد دوست دارین که نمیدونن بگیم مثلا چیه شرد کردن. یک اصطلاح به معنای شرد کردن. مثلا شما مثلا کاغذ باطله رو که میندازی توی شردر بهش میگن. آره اون دستگاهی که ریز میشه بهش میگن شرد کردن. یعنی فارسی هم بریم چیزی رنده کردن. نه معنی رنده کردن نمیده، معنی شرح کردن. آره یه اصطلاحی برای که مثلا تون ساز میزنن، ولی در صورت به معنای تون ساز زدن، همون جویدن گیتاره دیگه. آره میشه گفت. جالبه واقعا این اپروچه. این گیتار هیرو اتفاقا میگم گیتار برای منم دقیقاً همین تاثیر داشت. این دیدگاه رو کلا داد به موسیقی که و بازم میگم اکثرا آهنگ اولیاش خیلی قشنگترن. تو تمام گیتار هیرو اینجوریه، آهنگ اولیاش قشنگترن، آخریا صرفا میخوان ببازی. یعنی میرسه به جایی که ببازی، چپتر هم هست قشنگ میاد مثلا Through the Fire and Flames دیگه میم شد این آهنگ دیگه از بس که سخت و اتمیه. بعد چجوری اون رونده چجوری تو تبدیل شد به گیتار؟ خب ببین دیگه بعد از اینکه اینا رو شنیدم بعد من هی میرفتم ویدیوهای مختلفو میدیدم و اینکه حالا کم کم این ور اون ور یه جوری پیش رفت که سال 92 دقیقاً تابستون بود. من 91 رفتم دانشگاه، متولد 72 ام و اینکه تابستون وسط امتحانام رفتم گیتار خریدم. بعد برای اینکه نرم چون عشق زیاده به گیتار داشتم، مامانم اینا اینجوری بودن باید درس بخونی فقط، در کنارش گیتار هم ادامه دادم و اینجوری بودن که آقا آمپلیفایر اینو برات نمیگیریم برای اینکه فقط بشین همینجوری حالا گیتار باشه نتونی بزنی، چون این ذهنیت رو داشتن که بدون اینکه بحث بشه نمیشه. حالا من چیکار کردم؟ من رفتم یه دونه تبدیل گرفتم، بس کردم به میکروفون جای میکروفون کیسم و با گیتار ریگ یک صدای افتضاحی من میگرفتم، یه صدا اینجوری مثلا صدا لیتنسی افتضاح اصلا دقیقاً نصب کردم اومدم تو حالا شد. و اینکه اولش ادا در می آوردم قبل از این کلاس من نرفتم دیگه، یعنی می اومدم که موومنت ها رو به نسبت گیتار می زدم، بعد می دیدم که من اینجوری دارم میرم نوته از اینجا داره تکرار میشه، یعنی مثلا یه سری چیزای کلی متوجه شده بودم، بعد میدم از یه جا بعد داره تکرار میشه، خب اینا اینجوریه این اینجوریه پس اسکیل اینجوری در میاد همینجوری. یعنی نه کتاب تئوری خوندم نه چیز، بعد همینجوری فواصل در می آوردم. پیکینگ و اینا تو چیکار کردی؟ خب ببین من یه دوره‌ای داشتم و اینجوری بود که تا یه جایی اومدم بالا، چیزی که اکثرا بهش برمیخورم، دیدم از یه بعد نمیره بالا. با اینکه ببین من ببین ویدیوی فکر می‌کنم 5 ماه ساز زدنم دقیقاً بود که توی آپارات هست، من خیلی تون می‌زدم، داشتم پنتاتونیک هم می‌زدم. خب خیلی اشتباه داشت قطعاً، همین الانم ساز می‌زنم کلی اشتباه داره، ولی فکر کنم اون موقعم خیلی تند می‌زدم ناخودآگاه، دست آماده بود. آره خیلی قدیمیه. و اینکه دیدم که من یه جا گیر کردم، بعد گوشم شنید که دارم کثیف میزنم. تا موقعی که نشنوی واقعا که داری کثیف میزنی نمیتونی بری سراغ اون قضیه، مگر اینکه یکی بهت بگه. یعنی مثلا یه پرانتز هم اینجا باز بکنم، والا این بحثو یکم جلوتر بعد پیش ببریم، ولی مثلا هنرجوییم که ما داریم، فکر کن طرف داره یه چیز میزنه، بعد اون وسط مثلا صدای سیم آزاد 3 مثلا داره میشه، بعد میگم آقا اینو ببین تمیزش اینه، حالت چیزی هم که تو میزنی اداشو در میارم، میگم اینه، این صدا سیم آزاد 3 و چند بار تکرار میکنم، میگم گوش کردی حالا یه بار دیگه بزن، میزنیم آقا نشد دیگه، شروع میکنه تازه. یعنی من تا موقعی که اشتباهمو نشنیدم نفهمیدم، مخصوصا سر من کلا به آرپیج زدن معروفم دیگه، مسخره‌ام میکنه و اینکه سر اون بد گیر کردم. آقا رفتم قشنگ از بیخ زدم، از اول اومدم بالا. حالا این دفعه دیگه اشتباهاتمو چون میشنیدم خیلی بهتر تونستم درستش کنم. چی میزدی؟ همون گفتی 5 ماه تند میزدم. آره الان خیلی بچه‌ها هستن که مثلا تمپوشون نمیره بالا، حالا اون خیلی بحث چیزه. ببین من انقدر علاقه داشتم، یادم نمیره یه بار گیتار یکی از دوستامو گرفتم فقط صرفا برای اینکه ببینم این آقا چه جوریه داستانش. ادی ون هیلن گذاشته بودن ایراپشنو، بعد فقط تو ویدیوش دیده بودم آقا یه حرکتی داره تپینگ میزنه، بعد کشتم خودمو، بعد یه تیکشو در آورده بودم، عالم آدمو صدا می‌کرد آقا بیاین ببینین اینجوریه، اداشو الکی در میوره و از اون ادای تبدیل شد حالا به این ادای کردم. تو توی مثلا 5 ماه اول 6 ماه 1 سال اول خب
خب ساعت پیشرفتت خب خیلی زیاد بوده. خب خودت فکر میکنی دلیلش چی بوده؟ ببین همه این چیزایی که تعریف کردم قطعاً یه بیسی بوده برای اینکه اینجوری برم. میدونی 0 کیلومتر عمدن پشت اون گیتار نشستم، یه ماشین جدید بوده خب ولی با چند تا چیز دیگه رانندگیمو کرده بودم. یعنی در و دیوار تو در و دیوار بودم شاید قطعاً، ولی گوشه آماده بوده، ذهن از لحاظ دیداری و ویژواله بالاخره یه چیزی دیده بوده. آره ولی خب میدونی کانسپت کیبورد تخریب نسبت اصلا یه دنیای خودش. تو خدای گیتاری رو هم باشی باز بالاخره این فرم پیک گرفتن گیتاری دقیقاً اینجوری بود، یعنی همون یه دونه آب بود اینجوری بودم. آره ولی این نه ولی کلا خیلی تاثیر داره. ببین دست چپ من اول اینکه چپ دستم من مثل راست آره ولی با گیتار راست دست دارم میزنم. خب این دست چپم خیلی قویه ولی دست راستم خیلی ضعیف بوده. دست راست داره دیگه، من یعنی دارم تو نجوم کسی که چپ دستم ولی خب همون گیتار عالی میزنه پیک میتونه. آره حالا اون بحث هماهنگی عصب عضله و اینا رو بعد پیش بکشیم، ولی خب این کمکم کرد. بعد فهمیدم که این داره نمیرسه به بله این داره کار اینم خراب میکنه، لولشو میاره پایین دیگه. من کلا خیلی آدم نردی ام متاسفانه یا خوشبختانه. آره چون نه آخه میگم متاسفانه سری خیلی چیزا واقعا آدمو اذیت میکنه. قبول دارم. دیگه نشستم ببینم این چه زاویه‌ای داره میخوره، این چه جوری صدا میده، اون چه از اون خط. آره ویدیو آموزشی هم بود ولی خب خیلی اون چیزی که میخواستم انگار بهم نمیگفت. یعنی مثلا من سر اندی جیمز یکی از اشتباهات بزرگ نوازندگیم به وجود اومد. اگه دقت کرده باشین اندی جیمز معمولا اینجوری که یک سه کلا ساز میزنه، 4 استفاده نمیکنه. آره 4 جمع پک کنار. بعد این عادت تو من مون. همین الان که ساز میزنم الان خیلی بهتر کنترلش کردم، ولی چون من سرعتی میرسونمش شاید اون باگ اونقدر دیده نشه. به خاطر همین اینو بعضی وقتا دیگه بالا نگه میدارم میزنم اما سری میرسونمش. اینجوری بودم، اینو حذف کردم، کلا از این استفاده کردم تا تونستم به اون مثلا چیز برسم. ولی خب همین که الان اتفاقا یکی از هنرجوام هست دقیقاً سر این که اندی جیمز زده این مشکل داره. حالا ویدیو آره دقیقاً خیلی کمک کرد، اینا در نظر داشته باشه. ولی چون کسی نبود بگه آقا داری این کارو میکنی این تیکشو نگیر فقط این قسمتشو ببین، خب خیلی ضرر کرد، هی عقب میافتادم. ولی خب چون اون آمادگی اولیه رو داشتم وقتی که رفتم ببین یه حجم زیادی اطلاعات اومد، هی شروع کردم دسته‌بندی کردنش. بعد دسته‌بندی هی دست چپ و راست مخصوصا فکری. من کلا اینجوریم که قبل از اینکه مثلا میگم بشینم سازه رو بزنم، اینو به بچه‌ها میگم، خیلی از لحاظ فکری بهش دقیقاً دقت میکنم قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی الان قراره که مثلا دست چپم اینو بزنه، این قراره اینجوری پیش بره، دست چپ قراره اینجوری بهش اضافه بشه. یه دونه پیشنمایش تو ذهنم دارم، بعد که میرم خیلی آماده تر به نظر میرسه. این توی چیزیه که من میشه انجام میدم، توی اکثر کارام همینجوری کار انجام میدم. این کمکم کرد دیگه. بعد هی اوج انگیزه بودن دیگه، هم انگیزه که راجبش صحبت میکردین. آره من واقعا اوج انگیزه بودم. حالا اینجا یه بحث استعداد میاد وسط به نظر من. آفرین. آره که استعداد میگن چقدر تاثیر داره، اصلا وجود داره یا نداره؟ یه لحظه من سوال ازت بپرسم قبل از اینکه وارد بحث استعداد شیم، یه پرانتز باز کنم اینجا که این انگیزه‌ای که داشتی اون مدینه فاضلت چی بود؟ ببین به چه شخص خاصی بود؟ بخوای مثل مثلا چه میدونم آقای ایکس گیتار بزنی، فلان آهنگ بوده انگیزت، چی بوده اون انگیزه؟ جنسش چی بوده؟ رو استیج بری؟ آره دقیقاً. یه ذره از عقب ترش بگم، خانواده من به شدت بهم میگفتن که آقا فقط درس بخون. من ارشد مهندسی برق دارم و اینکه درسم هم خوب بود، درسم هم اوکی بود واقعا، ولی انقدر منو کشیده بودن این ور. بعد آرزوم این بود که آقا بچه‌ها دور هم جمع شن موزیک بزنیم. اون حسه رو دوست داشتم، اون حس همکاری موزیکیه رو به شدت دوست داشتم. تو اوج کنکور که بعد میخوندم تا خونه خالی میشد جا رو جمع میکردیم سالم و شروع میکردیم ساز زدن. یکی گیتار کلاسیکشو میگفتن تو باید بیس باشی، بعد هم اول میگفت تو باید این باشی، تو بعد خودم به جای که یک چیز بزنم با کیبورد درام میزدم. یعنی میآوردم روی چیز اونجوری. یعنی ویدیوهاش هم هنوز هست این کارا رو میکرد. اون لذت خیلی زیادی برای من داشت و چون خیلی من این مری کشیده بودن خیلی بیشتر میرفتم. آره دقیقاً. دیگه بعد که پیشرفت خب قاعدتاً هدف مقدار اصلاح میشه دیگه. دیدم که آقا نه اصلا واقعاً همه چیز انگار رسالت هست برای من که باید تو اون لولی که میخوام حتما برسم.
اون تهشو مثلا اجرا قطعا دوست داشتم، یعنی همین الانم آرزوم اینه که بگردم کل کشورهای مختلف و اجرا بزنم، عشق و حال بکنم، ولی خب با توجه به شرایط الان امکان پذیر نبود برای من. ببین من بازم مجاب نشدم که چه جوری انگیزت رو حفظ کردی که به اون اسپیده برسی، به اون شردر بودنه برسی. خب ببین پارتی که انتخاب کردم به عنوان لذت اون نوازندگی، من اون پیچیدگی رو برای خودم خیلی قشنگ می‌دیدم. خب کجا شنیده بودی این پیچیدگی رو؟ میگم قبلش وقتی میگم قبل از اینکه گیتار بگیرم درگن فورس با کیبورد کاور می‌کردم خیلی واضحه اومده بود برای این پیچیدگی در واقع. آخه درگن فورس خیلی گیتار رو بدرم یه جوری. ببین نه خیلی اساسیه چیزی بود برای من، اون سرعت اونجوریه جدید. مثلا این مودی اندی جیمز توی گیتاری رو بود میگفتم اوکی. نه اون ترک اصلا خیلی ترک وحشتناک. نه هرمالی اینا خفنن. ببین چون من ویدیو خیلی گیتار، اونایی که گیتار میزنن زیاد دیده بودم، از مایکل آنجلو اینا گرفته. ولی آره، ولی تو اون کانسپت اپیک بودنه خب اونا دیده بودی؟ آره همه اینا رو دیده بودم. ببین خیلی چیزای مختلفی بودن. من حالا اینو دارم میگم به خاطر اینکه از صحبت گیتار هیرو رسیدیم به اون، دارم اینو من میگم. ولی خب اینجوری بود که آقا من باید به اون تسلط برسم. اون فکره که همیشه بگم قضیه نرد بودن است، اینجوری بود که آقا باید بالاخره تا ته این بری دیگه. الان توی بحث مثلا حتی ریاضی اونجوری چیزام که الان میگم هستم، توی شرکتی هم که دارم کار میکنم همون جوریه داستان. یعنی دوست داشتم تا تهش برم و حالا اون پوزیشنم که میخواستم گرفتم بالاخره. ناخودآگاه اینجوری هم دیگه. ولی خب ببین واقعا ازش لذت بردم. فقط اینجوری خیلی هستن که مثلا میگم هدف مشخص میکنن، به هدف فقط برسن، کاری همون دیگه. این انگیزه از جنس این پیشرفته به نظر من یعنی این توشه راهت انگیزه نبوده، اون نرد بود. یه حرفی فرامرز زد گفت ما آدمای چتی هستیم کلا قفلیم روی چیزی. این قفل بودنه و چت بودنه و دیسیپلین است به نظر من. چون ببین نظر من اینه که برای شردر شدن بسیار شما باید دیسیپلین داشته باشی تا انگیزه لازمه ولی کافی نیست. چند ساعت ماکسیموم تمرین میکردی؟ من 12-13 ساعت. آره منم شده بود 10 ساعت 11 ساعت دقیقاً. هممون داشتیم. اصلا میگم این چون گفت چون میدونی چرا دارم راجع به انگیزه صحبت کنم، چون در اپیزودهای قبلی راجع به انگیزه ما صحبت کردیم و ما خیلی بهش اعتقاد نداشتیم. مثلا ببینم که تو انگیزه رو فاکتور مهمی میدونی. آره ببین یه پکیجه یا اون نرد بودن است، میگم یه پکیج برای هر کس ممکنه متفاوت باشه. اینکه مثلا میگم برای شما یا شما اون انگیزه اونقدر چیز نداشته باشه، به نظر من نمیشه حذفش کرد. به نظر من مثلا جنساش فرق میکنه، درصدای هر کدوم با توجه به زندگی هر شخص، با توجه به اپروچی که به نسبت اون داره خیلی متفاوت تره. ولی خب بحث استعداد شد، اگر اجازه بدیم بریم سمت همون استعداد. استعداد قطعا وجود داره، ولی تاثیرگذاری شاید اون قدری که همه بهش زیادی فکر میکنن شاید نباشه. نمیگم نداره، قطعا داره. ولی اینکه اینجوریه که آقا طرف استعدادشو نداره، آقا من نمیتونم. تو خودت یاد باشه یه قضیه‌ای تعریف کردی، گفتی یه چیز سولویی داشتم از متالیکا اگه اشتباه نکنم، گفتی داشتم میزدم، درسته؟ فکر کنم فیت تو بلک بود اگر اشتباه نکنم. آره دقیقاً. درسته؟ گفتی آقا من هر کاری کردم داشت نمیشد. دقیقاً. و گفتی که آقا این برای من نیست. آره من نمیتونم، من بی خیالش میشم. این داستان برای این شده. حالا استعداد به نظر من اینجوریه که سرعت تو بیشتر میکنه. مثلا میگم توضیح خیلی کوتاه بدم، ببخشید خیلی هم دارم صحبت میکنم. نه خوب میکنم. من دارم فکر میکنم بهش. مثلا میگم یه نفر هم هماهنگی عضله خیلی خوبی داره که میتونه هم تو ورزش قطعا کمکش بکنه، هم این چون اینم بخوای حساب بکنی یه فیزیکی حساب میشه. فیزیکی دیگه عصب عضله‌اش کاملا خیلی اوکی باشه و به جز این گوش خیلی قوی داشته باشه. من خودم جز کسایی بودم که گوشم به نسبت اوکی بود، به نسبت اوکی بود. آره که گوشی میتونستم در عادت کردم، ولی همونم درسته یه بیسی داشت، اما خب با تمرین آوردمش بالا. حالا ممکنه یه نفر که این استعداد رو نداشته باشه زمان بیشتری بذاره، درسته شاید با تمرین یک سال به نرسه. ببین یه مثال ساده برات بزنم در تایید صحبتت. این اشخاصی که پرفکت پیچن، خب این ذاتیه دیگه، ولی ترینش یعنی چی میگن؟ میشه پرورشش میدن دیگه. میگم اینایی که پرفکت پیچن مصداق بارز این که استعداد وجود داره.
طرف پرفکت پیچه. پرفکت پیچ باز من همیشه یه پرانتز باز میکنم توضیح میدم که دوستانی که نمیدونن بدونن چیه. پرفکت پیچ به اشخاصی میگن که مادرزادی قابلیتی دارن که هر صدایی در میاد نوتش رو بگن چیه. هر صدایی. بعد مثلا طرفو برمی‌دارن میارن تو تلویزیون میگن دنگ، بعد یارو میگه مثلا اف شارپ، بعد میگن، بعد یکی اومد گفت آقا این کار عجیب غریبی نمیکنه ها، این براش مثل این میمونه بهش بگی این چه رنگیه، میگه بنفش. همینقدر مسخره است. بعد همه برات کرد مثلا ازت بپرسن این چه رنگی بگی بنفش، بعد همه برات دست بزنن. مثلا چارلی پوست رو آورده بودن توی برنامه، بعد کلی دنگ دونگ دونگ دنگ هی دونه دونه گفت. بعد خودش اینجوری بود که بابا چقدر لوس و به درد نخورید شماها. پس این استعداد رو داره ولی رفته روش کار کرده دیگه. این اگر کار نمیکرده تمرین نمیکرد که نمیفهمیدم چه قابلیتی داره. آفرین. اگه نه آفرین. پس میدونه اف شارپ چیه ولی بعدن شنیده سری ذهنش تشخیص داده که این اونه، ثبتش کرده دیگه. آفرین. پس تمرین کرده. آره. پس میگم تو هم با هم اون آموزش سرعت بیشتر رو خیلی بیشتر میکنه دیگه اصلا. ولی منظورم اینه که طرف مثلا میاد میگه آقا من استعداد ندارم اصلا، من فلانه، یعنی یه جوری بهونه تراشی میکنه. من سنم زیاده. قطعا کسی که مثلا سنش پایینه دغدغه فکری کمتری داره، سرعت آموزشش خیلی بهتر خواهد بود، کیفیتش خیلی بیشتر خواهد بود نسبت به کسی که مثلا زن و بچه داره، پی داره سر کار میره، کلی دغدغه فکری داره. همه اینجوری هستن. تک تک دیدم. گفتم من دیگه نظرم بر اینه که سن دیگه ملاک نیست. بعد یهو یه هفته بعدش یه کیسی میبینم مثلا نغزش سبز میشه. آره بعد آره مثلا نغزش میبینم. آره در جا با پتک میزنه، باورا رو خراب. آره باورامو به هم میریزه، هم منباب استعداد داشتن و نداشت. یعنی مدام هی نظر من داره عوض میشه چون کیس های مختلفی تو بچه‌ها میبینم و خیلی عجیبه. و هنوزم الان چیز ندارم، یعنی ایمان ندارم به اینکه آیا استعداد مهمه یا نیست، آیا سن مهمه یا نیست. هنوزم نمیدونم. هست به نظر من، اگه نظر شخصی بخوام بگم به نظر من هست. حالا من یه سوال دارم، به نظرتون افراد سقف دارن توی آموزش پذیری یا نه؟ من دیولپی که باید بشن یا نه؟ من میخوام اون فیت تو بلکی که تو گفتی رو راجع به داستان خودم نظر بازش کنم. خب من یه تایمی بود فکر کنم نزدیک 6 ماه یا 7 ماه بود داشتم ساز می‌زدم. سولوی اول فیت تو بلک هممون عاشق متالیکا بودیم و یه قسمت آرپیج داره دیری 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 دیری. خب اون قسمت اصلی سختش همونه و من یادمه که سعی می‌کردم مثلا داشتم همه‌شو می‌زدم، همه‌شو زدم، حالا خیلی کرکسیف به نسبت اون موقع. رسیدم به این تیکه گفتم خب بیام بزنم، شروع کردم زدن، دیدم نمیشه این. گفتم خب اوکی حالا بذار تا آخرش بریم بقیه‌اش هم بزنیم. همه رو زدم، این تیکه هنوز موند. گفتم خب حالا بعدم میام میشینم پاش. یه 2-3 روز بعد اومدم ساز برداشتم، گفتم من تا میذارم اینو میزنم. ساز برداشتم یه بار دو بار، 1 ساعت 2 ساعت، آقا نمیشد. این دست راسته اصلا این چرا میپره، چقدر عجیبن این. قشنگ یادم رفتم وسط خونه، خانواده نشسته، من قرار نیست تون بزنم، نمیتونم. به همه گفتم اینو. و بعد برگشتم تو اتاقم، بیخود میکنی وایسا ببینم. و اینقدر این رفت که شد. بعد از یه تایم آره دقیقاً. و من میخوام چون چند روز پیش چیز اومد دیگه، اینترویوی ریگروها اومد با اندرتونز اگه دیده باشینش. و من یه قسمتایی خیلی خلاصه رو با دانیال نشستم نکردم و دقیقاً داشت راجع به یک مسئله صحبت میکرد چون اونم گفت آقا تالنت داستان چیه. و از یه کلمه استفاده کرد به نام obsessive nature. اینکه طبیعت اون حالا ما خودمونش میگیم نرد دیگه. خب اینکه طبیعت اون شخص اینجوریه که انگار حالا اون شخص که اصلا 1000 تایه هممونو تکنیکی فوق العاده، ولی دقیقاً داشت میگفت مثلا یه چیزی رو نمیتونم بزنم، ساز میذارم کنار، بعد 30 ثانیه بعد میگم بیخود میکنی، من بعد تو رو بتونم بزنم. خب و این به نظر خودم این ابسسیو نیچره چیزیه که واقعا تو تمام افرادی که خوبن چیزی که دیده میشه، مخصوصا حالا بحث تکنیک. خب مارشال هریسون رو میشناسین؟ یه شخصیه خیلی عادی، یک شخص سیتیزن نرمال آمریکا که میری نگاش میکنی، یه شخص عادیه، ساز برمی داره، سخت‌ترین چیزای ممکن میزنه، کتاب خفن داره،
تکنیک اومده درست کرد، یعنی یعنی مثلا یه شخصی تو لول ریگرو ها، بعد یه ویدیو دیگه داره میگه سخت ترین قطعه مثلا شوپن، من تو پیانو هم میزه، بعد میگه قضیه فلان که اثباتش چند صفحه است، میشینه دوربین گوشی میگیره، تو ریاضی این، یعنی تو 4-5 تا چیز این بشر هم شکلیه. بعد میگه کامیک بوک سال فلان مثلا جنگ اسپایدرمن با مثلا سوپرمن، بعد میگه این کتاب خیلی کم، ببین یارو نرد خودش. خب من پترنی که خودم میبینم یه همچین چیزی داره، این حرفی که ریگرو هم زد، یه همچین چیزی آقا، یه کاراکتریه که اون شخص داره. خب هرچی دوست داره علاقه داره میره تا تهش میره. آره دقیقاً همون هم انگیزه میشه براش. هر قدمی که بهش یه نتیجه میرسه میبینه همون انگیزه است براش. همینجوری آره فیدبک میگیره از کاری که خودش داره میکنه و هی ادامهش میده. آره برعکسش کسایی میشن که نمیخوان اون کار انجام بدن. دیدی موقعی که میخوای درس بخونی گلای قالی چقدر جذاب میشن. اینا هم همینن، یعنی میشینن تمرین بکنن بابا من که مثل فلان مثلا شخص نمیشم که ولش کنم یه چیز ساده، بابا ولش کن بابا این ایران اومدی مثلا تهش چی میخواد بشه. آره هر چقدرم خوب باشی دو تا بهتر از تو هستن، یعنی اونجوری بهش فکر میکنن، خب جذاب نمیشه دیگه. تو خودتون لول خودت حداقل اون چیزی که میزنی لذت ببر، اصلا کاری نداشته باش توی چه لولی هستی. آره ولی الان دور زمونه هم انقدر نوازنده های خوب و اینستاگرامی و یوتیوب و اینا زیاد شده، بیشتر میبینی ذره بیشتر به همت میریزه وقتی تو پروسه یادگیری باشی. قدیم اینقدر چون نوازنده نبود، نوازنده هایی بودن که تو توی تلویزیون میدیدیشون، اونا چیز بودن های لول، اون یارو جیمز هدفیلد دست یا جان نیافتن بوده، یارو مالمستین بوده، یارو دست نه اسلش بوده یارو. الان یکی میبینی همسن 10 سال خودت کوچیک‌تره واسه ژاپنی الان که خیلی دیگه زیاد شده. اینو تو میبینی به هم میریزی دیگه. به نظر من نصف بیشتر اینستاگرام همش فکته. ولی حالا کاری به این ندارم، ولی نوازنده خوب خیلی داره. زیاده. من گفتم دیگه بستگی داره که کدوم قسمتشو از این قسمت برداری. یعنی اینکه آقا طرف اینجوری شده یه چیزی تو خودش دیده، شاید من هنوز به اون قسمت نرسیدم، بگردم پیداش کنم منم بتونم اون کارو بکنم. ولی اگه بخوای اونوری نگاش کنی بابا 2 سالشه بچه، من این همه سالا دارم میذارم نمیشه، چیزی که قطعا تو هنرجوهاتون خیلی دیدم. آره براتون ویدیو میفرستن بابا اینو ببین ما انقدر سالا داریم کار میکنیم، این چرا اینجوری داره میذاره. آره شرایط زندگی اون لول طرف همه چی تاثیر میذاره، واقعا خیلی تاثیر میذاره. ببین حالا مثلا بدون تعارف بگم یه دفعه طرف بالاخره یه استاد یا یه تیم آموزشی میاد بالا سر طرف که تدریس ما میتونه شوخی باشه در مقابل اون فضایی که طرف تحت تاثیرش قرار میگیره، کلا تو اون فضاست داره همش میشنوه. یه دفعه میبینه حتی کاری اونقدر به درسش هم طرف نداره، انقدر که میره رفت تو این لول، بعد اون طرف زندگی خودش رو با این مقایسه میکنه به جز اون لول کاری که کار کرده. به نظر من بستگی داره که کدوم قسمتشو برمی‌داری برای خود استفاده می‌کنی، یا بهونه است یا یه انگیزه خیلی خوب برای این پیشرفت. استعداد جنبندی بخوایم بکنیم به نظر تو هست، به نظر تو هست، به نظر منم هم هست هم نیست. یعنی من میگم نیست، میگم هست ولی یه بخشی از اون پکیج است. اصلا انگیزه است. گفتم دیگه هست. خب ولی من تعداد هنرجوهایی که دارم که آیکیوشون فوق‌العاده بالاست و تمرین نمی‌کنن و بالعکس واقعا آدم دلش میشکنه همچین افرادی. عکسش هم داری دیگه، دیدی دیگه. آره و هنرجوهایی داشتم که شاید استعدادشون کمتر بوده و انقدر تایم گذاشتن، حالا نه دقیقاً مثل داستان لاک پشت و خرگوشه ولی تقریبا یه همچین سناریویه. ببین یه هنرجو در گذشته داشتم، یعنی 2 تا دوست بودن که یکیشون درسش خیلی خوب بود، تو ساز خوب نبود، اون یکی بالعکس. به خاطر همین فکر میکنم که و باز یه حالت دیگه طرف احساس کردم که اونقدر استعداد نداره ولی تو درسش مثلا با به قول خودمون خرخونی شاگرد اول بوده و همون خرخونیش و همون دیسیپلینه رو خرخونی که غلط دیسیپلین اسمش. آره دقیقاً اون دیسیپلینه رو آورد کرد تو ساز هم موفق شد. بعد رفت وکالیست شد، رفت نمیدونم، با اینکه اولش در کنار یکی دیگه که اومده بود اینجوری بودم که اون یکی استعدادش بیشتر از اینه. این انقدر مدل‌های مختلفه. اون هرجور میاد 42 سالشه
میگه من خوب نیستم، تمرین نمیکنه، فلانی، خوبم نیست. بعد یکی دیگه میاد شرایطش از اون بدتر، یعنی من باب مشغله، شرکت، بچه تو راه، کارهای مهاجرت، سفرهای کاری، عالی، لگاتو 200 بی پی ام. ببین اصلا واقعا باید بری، یا میشه یا نمیشه به نظر من. یعنی همه اینا حرفه. گرفتی؟ نه واقعا اصلا نمیشه. قانون کلی وجود، قانون کلی وجود نداره. من خودم ما به اینکه بگه آی استعداد، نه آی انگیزه، آی به ماها کلا افرادی هستیم که حالا در طول سالها انقدر هنرجو دیدیم که شروع می‌کنیم به صورت ناخودآگاه نتیجه گیری کردن. سعی می‌کنیم اون فرمول برنده رو پیدا کنیم که بتونیم بستش بدیم به همه. مثلا اگه یه نفر موفق شده سعی می‌کنیم بگیم خب از چه المان‌هایی استفاده کرده بتونیم بستش بدیم به اون شخصی که یه نسخه ازش بکشی بیرون. و واقعا حرفی که تو داری می‌زنی درسته. یعنی من هر وقت به یه چیزی باور پیدا می‌کنم بعد از یه تایمی دقیقاً خلافش میشه. یعنی و جالبه انگار انگار یه اتفاقاتی میفته که در حد یک هفته بعد باورت میگم با چک میزنه تو گوشت. آره دقیقاً. یا مثلا من با خودم یه تایمی بود خیلی وقت پیشا با خودم میگفتم که خب بس تایم گذاشتن است، فقط بس تایم گذاشتن است. و یه نفر دیدم خیلی بیشتر از من تایم میذاشت و مثلا میومد به من میگفت خب چیکار کردی این شد؟ گفتم که خب من مثلا اینقدر تمرین کردم. گفت خب من که 2 برابر تو تمرین کردم. و من چی؟ این داستان هموناست که موقع کنکور میگفتم ما 40 بار شیمی رو خوندیم میرفتن شیمیشون منفی میشد و من 2 بار خونده بودم. آخه کیفیت تمرینم مهمه. ببین و جالبه الان اینو بگیم دوباره باز یه نفر دیگه میاد با کیفیت تمرین خوب و تایم زیاد و باز دوباره، یا برعکسش. من حتی هنرجو داشتم اومده به من گفته من در 6 هفته گذشته مثلا یارو کلاسش مثلا 10 صبح جمعه بوده مثلا، میگه استاد باورتون میشه من مثلا 2 ماه 8 صبح پا میشم تمرین میکنم میام اینجا بقیه‌اش ساز نمیزنم و من متوجه نشدم. یعنی یه روز رفته ساز میزده. چی؟ یه روز رفته گیتار میزده. 2 ساعت در هفته. آره 2 ساعت و من متوجه نشدم. آره و من بهش گفتم یه هفته تمرین کنی. و اینجوری بود که استاد حال میکنی؟ گفتم میخوام کله‌تو بکنم، نماد ناشکری تو. آره. یعنی انقدر این اتفاقا میفته و میای مقایسه میکنی و واقعا جواب واحدی هم نداره. چون ببین خود همین کلمه انگیزه 1000 تا تعریف داره. بله. خود کلمه دیسیپلین 1000 تا تعریف داره. خب مختلف داره. یعنی ما هم میتونیم بشینیم راجع به خودمون صحبت کنیم بگیم سرگذشت من اینجوری ما خودمون همین الان ستایمون شاید خیلی ربطی به هم نداشته باشیم. نه دوره‌ای که ساز زدیم، نه اپروچامون، آره، نه مدل ساز زدنمون، هیچیمون به هم ربط نداره. هدفی که داشتیم دقیقاً. ولی در نهایت میگم من که واقعا ادعایی ندارم راجع به نوازندگی، ولی خروجی بد نیست، اوکیه. یعنی حداقل اون چیزی که خودم دلم می‌خواسته رسیدم. خودم راضیم. بالا دیگه بقیه راضی هستن یا نیستن مهم نیست. به پافشاری من حس می‌کنم با پافشاری به یه جایی رسیده که ما میتونیم اونو به عنوان این بگیم که اوکی من تونستم هدفمو نگه دارم و طولانی مدت ادامهش بدم به یه نقطه‌ای برسه. آره اون نقطه رو قابل قبوله. هممون بیشتر تایم می‌ذاشتیم بهتر می‌شدیم. ستایمون. آره میگم من یه هدفی داشتم. به هدفم رسیدم دیگه. حالا توی اپیزودهای قبلی هم گفتم من یه کاری می‌خواستم بکنم انجام داد، به ذهنم تیک خورده دیگه. آره دقیقاً. بذار یه سوال من بپرسم. تدریس استاندارد یا اصلا استاد چجوری باید مشخص کرد؟ چه پارامترایی داره، چه المان‌هایی داره به نظرت؟ استاد بزرگ نفهمم. بحث اینه که من چجوری تشخیص میدم این نفر استاده یا شخصی که دنبال استاد میگرده. فکر کن الان یه نفر میخواد بره استاد پیدا بکنه برای کارش و قطعاً هم توی لول‌های مختلفی هم یه نفر اصلا فقط عاشق گیتار شده چون یه بار صدا شنیده، یه دونه بند شنیده آقا این ساز منه. بعد یه استاد پیدا کنه. یه نفر مثلا آقا یه تایم کار کرده صبح خورده یا نه اصلا توی هر شرایطی میخواد یه لول اپ خوب داشته باشه. چه جوری باید تشخیص بده پیش کی بره؟ اصلا استاندارد تو همه این لول به صورت خیلی جامع بخوای بگی به نظر چیه؟ ببین استاندارد هر شخصی خب خیلی متفاوته. یعنی اول که این حرفی که ما سری زدیم باید اون چیزی که شما دنبالشین رو تو اون استاد پیدا کنین. یعنی به نظر من چون آقا
داشتیم با هم صحبت می‌کردیم راجع به داستان. آقا یه نفر مثلا میخواد بره سراغ بلوز، مثلا فکر کن، یعنی حالا ما داریم شخصیتی رو در نظر میگیریم که یه حداقلی رو اطلاع داره. خب مثلا یارو مثلا رفته یه کنسرت نگاه کرده، تحت تاثیر اون کنسرت قرار گرفته، میدونه آقا سبک کنسرت چی، خب مثلا بلوز. و بعد به نظر من اگه حالا بخوایم از دریچه سوشال مدیا بهش نگاه کنیم، بره سراغ شخصی که داره همون کار انجام میده. ببین دنبال من خودمونی بگم، دنبال ما ستا نه، ما شاید بتونیم حتی بلوز بزنیم، ولی خب میتونیم بلوز هم بزنیم. خب اونقدر تخصصی من خودم حس میکنم نمیتونم بلوز. نه من که اصلا نمیتونم. خب یعنی باید بره سولو و کاور بتونم. آره نه آره تخصصی بلوز به نظر من اون شخص میتونه بره سراغ مثلا یه شخصی مثل خشایار جوزی مثلا یا هر شخص دیگه زیادش. آره افرادی که تو کار خودشون خوبن اون کارو دارن انجام میدن. اگه یه نفر مثلا دنبال شرده، خب من 100% حالا عادل که اکثرا پکیجینگ دوستان داره، اگه دنبال اون من همیشه مثلا فرزانو رو پیشنهاد میدم. خب من حس میکنم افراد بگردن دنبال اون چیزی که خودشون، هر انتظاری از خودت داری همون رو باید توی استاده ببینی، چون استادا ناخودآگاه همه رو میبرن سمت اون ذهنیتی که خودشون داشتن. دقیقاً من اگه یه حس مثلا رقابتی داشته باشم، اینو سعی میکنم تو دل تمام هنرجوها زنده کنم. خب شاید کار درستی نباشه، 2 نفرم تازه زدشم بگم وایس ببینم هنر که مسابقه نیست، تو داری چی میگی؟ شاید این یه چیز باحالی برای من باشه. خب حامل پیشرفتت. آره شاید تویی که مثلا چون داری ساز میزنی، آره مثلا یه نفر بیاد بگه من میخوام آروم ساز بزنم، بعد نوازندگی تو رو ببینه، بعد با خوش بگه فکر مثلا چرا اینجوریه، من دوست دارم برم سراغ یه نفر که حرف منو بفهمه. خب ولی اونی که صفره و هیچی راجع اونو من خیلی جوابی براش ندارم. دقیقاً اون چجوری باید استاد انتخاب کنه نمیدونم. نظر خودت رو بگو. ببین از یه نفر باید کمک بگیره دیگه، چون علمی نداره که بخواد ببین میخواد تشخیص بده که ببین نگاه کن، قدیم صحبت کردیم که یک هنرجو در بهترین حالت میشه معلمش. کم پیش میاد که ببین من الان هنرجو دارم، یه سری داشتیم تو ماشین بهت مثلا توی یه تکنیک به خصوص یکی از هنرجوهای من به مراتب من بهتر، خودم بهش یاد دادم، اپروچش هم خودم بهش گفتم چیکار بکنه و در اومد شد. خب پس داریم که هنرجو از استادش هم بزنه بالا، ولی داریم. آره ولی بخوایم جمع ببندیم این اتفاق میفته دیگه. مثلا چه میدونم من خودم سویپ مثلا دارم میگم، من مثلا سویپ خوب نمیزنم، خب چطور میشه من به تو بتونم وقتی من خودم هنوز نمیدونم که این ساعدم بیشتر باید درگیر باشه، کمتر از مچم بخوام استفاده کنم، مثال دارم میگم. خب یا مثلا پیکم رو چجوری بگیرم وقتی من اون ریزکاری ها رو نمیدونم و وقتی نمیتونم منتقل بکنم، پس قطعا مگه اینکه اون خودش یه پشنی داشته باشه بره دنبالش. اما من میگم در وهله اول طرف باید متوجه بشه که کی خوب ساز میزنه کی خوب ساز نمیزنه دیگه. چجوری؟ مثلا نفر اول میتونم چه چیزی رو تشخیص بده؟ خب میشه همین چیزی که میبینی، طرف میاد پیش من، پیش آقای ایکس رفته، پیش آقای ایگرگ رفته، پیش آقای بعد میاد تازه میگه اوه این اسمش بریجه، پا 4/4 پس صورت کس تعداد بید در میزان عجب. من میگم شما چرا 6 ماه با آقای ایکس کار کردم، پیک مثلا اینجوریه، پس دست اینجوریه. یه پرانتز اینجا باز کنم، من خودم اینا میخوام خیلی روک بگم، شد خیلی بالاخره میشه از اساتید دیگه میام پیش آدم دیگه، تا موقعی که از یه نفر که میشناختمش نیومده بود، یه دفعه خیلی وقتا ذهنیتم متاسفانه این بود که چه وضع درس دادنه، چرا اینجوری بهشون میگم، بابا طرف که خیلی دیگه حرفه‌ایه، چرا اینجوری درس داد، چرا اینجوری گفته. خیلی کم برای خودم اون مسئله رو باز میکردم که این طرف درست تمرین نمیکنه. این که آره نه اینو میخوام بگم، تا اینکه ببینم طرف یه دفعه گفته بهش، نمیشه یوسف دقیقاً میدونم چی میگم، گفته بوده. خب یه مسئله‌ای بود به یه هنرجویی گفته بودیم بین ما دوتا و اصلا میدونیم که قطعاً همچین چیزی رو فول توضیح میدیم، طرف اومده بود گفت نه اصلا چیه، یه جوری اصلا وایب شده بود مزهش که خیلی عجیب غریب بود. حالا من گفتم یه پرانتز باز کنم فقط در تکمیل حرفت. بله نه ببین
آخه عکسش هم هست. آره عکسش هم هست دیگه. و طرف دقیقاً همین من کیم این چیه من نمیدونم لگاتو. ببین یه چیزی هم بگم و اون ببخشید بفهم. و اون مدرس دوست من بوده، اومد به من گفت تو مثلا با این لگاتو کار نکردی. گفتم تو که میدونی من اولین درس‌های اولیه هم لگاتوه و من خیلی فشار میذارم که پس این بریش هم یعنی در طریق سوال واقعا اینجوری هم هست. ممکنه واقعا اون بنده خدا گفته باشه این و اینا کسایی هستن که میان دو ماه پیش من، دو ماه پیش اون، دو ماه پیش این، هیچ وقت هیچ یاد نمیگیرن متاسفانه. ولی باز تو یه چیزی می‌خواستی بگی، بگو تو من برگردم. چون رفت دور بندستم اکثر بچه‌هایی که امکان داره خیلی استاد عوض کنن، من بگم بچه‌هایی ان که یه شوق و اشتیاقی داشتن وارد داستان ساز زدن شدن با یه استادی، 2 ماه تمرین کردن 3 ماه تمرین نکردن، حس کردن جواب نمی، حالا یا استاده بهشون گفته پاشو برو یا خودش به این تصمیم رسید که من باید برم دنبال یه نفر دیگه، میره سراغ یه نفر دیگه. به احتمال 90% نه 100% ولی به احتمال 90% همین سناریو با یه استاد دیگه، مثل یه شخصی که یه ساز جدید میخره تا یه ماه خودکشی میکنه و بعد دوباره واسش عادی میشه و بعد دوباره میره. نیست که ایراد از مدرس است یا خودش تمرین نکرده، ولی 2 ماه بعد معلوم میشه دیگه. آره دقیقاً در طولانی مدت خودش نشون میده دیگه که آقا روش تدریس ولی برگردیم به سواله بخوام جواب بدم، یک نفر از کجا باید تشخیص بده که این آیا مدرس خوبی هست یا نه؟ به نظر من بچه‌ها ببین من خیلی هنرجو داشتم که معرفی شدن. خب اینها خیلی خوبه. من میگم مثلا خانواده هایی که میخوان بچه‌هاشون که یعنی والدین مدرس انتخاب بکنن، تحقیق کنن بالاخره یکی تو دوست آشنا یکی هست که معرفی بکنه دیگه و فکر کنم این گزینه خوبی باشه. من یه خودم آره حتما جواب خودم بگیرم. من شروع کردم الکتریکو، رفتم پیش بنده خدا حالا اسم نمیارم، خیلی اصلا معروف نبود تو ولی سبکش اینجوری بود که مالمستین میزد، یعنی میزد حالا کسی میزد چیزی میزد، بعد من معروفی هم نه. رفتم این تو 3 تا 6 ماه تقریبا رفتم پیشش، منو رسوند به اونجا که مثلا تقریبا سرعتی رفتم سمت یه سری در واقع لیک‌ها و یه سری قطعه‌ای از مالمستین میتونستم حالا کجدار مریض بزنم. یه مدت گذشت گفتم برم یه استاد دیگه سعی بکنم ببینم چه جوریه. رفتم پیش یه استادی که معروف بود این طرف، رفتم پیشش و اینا همون گفته که مثلا گفتی میپرسن ازش لگاتو چیه و یارو هنگ میکنه تو چیه، گفت مثلا اینو بزن، یه چیزی ساده گذاشت جلو من از یه متد برد دانکن بودن خیلی ساده است. دیدم که من تایم و اینا درست نمیذارم، اونجا متوجه شدم هم تایم و هم کثیفه، ولی اون ذهنیت رو بهم داده بود قبلی که باید تمام تلاشمو بکنم اون بزنم، یعنی فشار بیارم خودم. ولی رو ضرب نه، ولی اون منو برگردون عقب که تمیز حالا بزنم. آفرین. اینو خود طرف باید به نظرم باید دستش بیاد، ولی خیلی‌ها چون سنشون کمه شاید نفهمن، بکنن داره استاد بهش خیانت. آره میگم من فکر میکنم بهترین راه کمک گرفتن از کسایی که خبره این کارن، تحقیق بکنن. ببین راه سادهش اینه که برو اینستاگرام رو باز کن، بگرد، بعد از 10 نفر سوال کن، ببین برایندشون کیمه. مثلا از 10 نفر میپرسن 6 نفر میگن اسم یکیشون تکرار میشه، پس مشخصا اون آدم درستیه. اینجوری میشه متوجه شد که حالا چه والدین چه خود بچه‌هایی که خودشون میخوان مدرسشون انتخاب کنن. این اصلا بحث این نیست که حالا مثلا من بگم آقا من جزء خوبم یا تو جزء خوبی، نه، آقا میگم بریم تحقیق کنین حتی. ما هم چیزایی که دیدیم و داریم میگیم، اتفاقاتی که افتاده اساسا. و نوازندگی طرفو نگاه کنین دیگه. کسی که تازه داره شروع میکنه واقعا شاید تشخیص نده که داره ببین همون تحقیق تنها چیزیه به نظرم، کاری نمیشه به جز اون کرد. من به نظر من حالا اگر شاید بتونیم یه چیز مثبتی تو این برنامه بگیم از لحاظ تدریس، بیایم یه بررسی بکنیم آقا هر کس به نظرتون چه جوری درس داره میده حدوداً داره جواب میگیره، یا اصلا به نظرتون چه سرفصلایی داشته باشه، چه نوع پیشروی تدریس داشته باشه استاندارد نزدیک تره. اینو به نظرم حالا نظرتون رو بگید
یه برآیندی ازش بگیریم شاید بتونه کمکی به بعضیو بکنه. نه خواهش می‌کنم، فرق نمی‌کنه. من با عزتون. آره حتما استایلی که واقعا قبول داری که فکر می‌کنی رو اکثر، حالا همیشه استثنا وجود داره دیگه. من متد آموزشیمو تغییر نمیدم بسته به شخص. من برعکس تو دارم. ممکنه ترتیباشو عوض کنم، مثلا میرسیم به سویپ احساس کنم طرف آماده سویپ نیست، الان اینو بزنه استرینگ مثلا اینو بزنه بهتره، یا احساس میکنم یه نفر الان آماده مثلا کاور 9 دقیقه بشینه مثلا یه سیمفونی ایکس بزنه یا دریم تیاتر بزنه، استامیناشو ببرم بالا. اوکی؟ پس منم فلکسیبل هستم. آره. اما آفرین اون چارچوبه رو حفظ میکنم. مثلا طرف میاد جلسه استاد میشه اینو بزنیم؟ نه اینو باید بزنیم. من خسته شدم از این لگاتو. میگم آقا شما این لگاتو رو تازه حفظ شدی، پس تازه کارت شروع شده. من الان میام یه تمرین جدید بهت بدم که تازه نوتش رو بخوای بری یه ماه طول بکشه نوتش حفظ کنی. پس اون جایی که خسته میشی از یه تمرین، اونجا جاییه که شما کارت شروع شد. من روند آموزشیمو به هیچ عنوان تغییر نمیدم و خیلی دیر به موزیک زدن و کاور زدن، یعنی میدونی یه ذره سفت میگیرم و این وسط خیلیا تو این فیلتره گیر میکنن و از بغلاش پخش و پلا میشن. چون فکر میکنم که این روند درستشه دیگه، چون بر این عقیدم که این ساز پر از فراز و نشیبه تو مسیر یادگیریش، پر از یأس، پر از ناامیدیه، یأس و ناامیدی هایی که در سازهای دیگه کمتر اتفاق میفته. شما خیلی میبینید که یک نوازنده گیتار الکتریک رفته مثلا قاطی کرده، رفته ساز و امپ و افکت و همه چیزاش فروخته گوشه کنار. یکیش خود من این کار کردم. خب ولی کسی که پیانو میزنه میبینی مثلا 20 سال طرف داره کلاس پیانو میره، همیشه هم یه پیانو خونه شونه، 4 تا قطعه‌ش هم میزنه، روند پیشرفتش هم این آروم. ولی من فکر کنم تو گیتار الکتریک این اتفاق نمیفته و به خاطر همین من خیلی سخت میگیرم، روند آموزشیمو تغییر نمیدم و فکر میکنم این اپروچ من درسته. تجربی میگم. این خب مدل من یه توضیح کلی بدم. الان که خیلی روش‌های مختلفی هست، یعنی از چیزایی مثل لیک لایبرری اینا گرفته تا کلی گیت دیگه چیزای مختلف دیگه که تاپیک محور اومدن درس بدن. درسای 0 تا 100 هم توی تئوری دارن هم توی چیز دارن. حالا 0 تا 100 که نمیشه گفت، ولی منظورم اینه که یه پکیج جامع تقریبا بفروشن. ولی جوری که من خودم حالا درس میدم و میگم، حالا اینم به خاطر این دارم میگم که یه مقدار از اون نگاه نردگونه بهش نگاه میکنم. من اینجوری هم که قبل از اینکه شروع بکنم با طرف، مخصوصا اگه یه مقدار بدونه تقریبا چی به چی، میگم تکلیف خودت مشخص کن. همین الان چه لولی مد نظرته؟ در حد اینم که آقا 2 تا آهنگ مثلا ساده که من اون شنیدمو بزنم، یعنی که نه مثلا میخوام بسازم، بداهه بزنم، یا هر چیز دیگه، فلان قطعه خفنو کاور بکنم، تو فلان بند بزنم. اینو که مشخص میکنم، من میگم آقا خب هدفتو که دیدی، برای اینکه بهش برسی، چون حالا اگه پایین باشه که معمولا خیلی چیز نمیکنم، ولی اگه بالا باشه میگم ببین هدف بالا انتخاب کردن آمادگی ذهنی رو توی مرحله اول میخواد. باید بدونی که چه اتفاقاتی قراره برات بیفته. اگر اینو بدونی خیلی ممکنه بهتر باش کنار بی. تو الان بدونی که مثلا 2 قدم دیگه برداری یه نفر میخواد بزنه پس کلت، آمادگیشو داری، ولی ندونی و بری جلو میخوری آقا من خورد پس کلم دیگه نمیتونم اصلا نمیام. خیلی فرق میکنه. به خاطر همین به نظرم بهتره که تا جایی که ممکنه یه آمادگی ذهنی به طرف بدی که آقا مثلا من قراره اینو باید کار کنم، اینو کار کنم، برای که برسی به این، مثلا میگم طرف یه تکنیک خاص رو دوست داره، میگم برای اینکه برسی به این باید پیش نیاز این تکنیک رو عملاً به قول خودمون پاس بکنی. مثلا میگم کسی که میخواد حالا سویپ پیکینگ رو داری مثال میزنی، کسی که میخواد سویپ پیکینگ رو بره، از نظر من
همون اول نمیتونی واقعا باش وارد سوی پیکینگ بشی. قبلش اکانومی پیکینگ من باش باید کار کرده باشم، اون هماهنگی اسباب عضله، اون هندسینگ قشنگ باید باش کار کرده باشم که فیل هر سیمی که رد میکنه کاملا دستش باشه، ریتمی کاملا اوکی باشه. چون میدونن قطعا تو همون سویپ اگر این اشتباه باشه، زاویه مشکل داشته باشه، نشنوه که چه اتفاقی داره میفته، اصلا خوب در نمیاد. بعد دقت هم کردید اکثر اونایی که مثلا خوب نیستن توی این قضیه، توی هم سویپ فقط مثال میزنم، صدا نوت اول آخر میاد. بله دیدی اصلا وضعیتش اصلا رزولوشن نوت نداریم الان بخوای حساب بکنیم. به خاطر همین اول اون هدزاپ رو میدم، بعد میگم آقا یکی از مهمترین چیزا اینه که بیسه، اونایی که مثلا تقریبا تازه شروع کردن، اونی که از وسط تازه میخواد شروع بکنه، بازم اونو بهش میگم آقا یه سری چیزا رو ازش میخوام، بعد بزنه باگای طرف در، مخصوصا اکثرا توی هماهنگی دست چپ راست خیلی مشکل دارن و نمیشنون این قضیه رو. یعنی مثلا میگم آقا من بدون که بهت بگم فلان ویدیو تو آروم کن، سرعتشو بیا پایین، بعد میبینه که دست چپش مثلا یه دونه اینجوری میزنه تا از این، یا این همزمان میزنه اینو میوت میکنه، از این داستانا. اینو که کم کم پیش میبرم، همزمان تئوری موسیقی رو میام قاطیش میکنم، خیلی پرکتیکال. بله. که آقا این تئوری موسیقی فلان چیزه، این اینجوریه. بعد که من اینجوری ام، حالا میدونم یوسف برعکس منه تو این قضیه، من اول مثلا میگم آقا فلان گام اینجوریه، این تکنیک اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، همه رو اوکی شدی، این آهنگ حالا میایم با هم کاور میکنیم. حالا این آهنگی که داریم کار میکنیم، گامش هم چیزی که الان کار کردیم، تکنیکش اینجوریه، این کارو کرده، حالا تو بیا زاویه دید اون نوازنده رو نسبت به همه این تکنیکا، همه این اسکیلایی که کار کرد، حالا اینو ببین. بعد طرف میدونه اون چیزی که داره میزنه چیه. ولی خب خیلی هستن دقیقاً برعکس این قضیه عمل میکنن، یعنی پکیج آهنگ رو میذارن وسط، میگن اینی که زدی این بود، این اینجوریه. بجز همه اینا، یکی از بزرگترین چالشایی که داریم از نظر من اینی که چجوری ذهن اون طرف آماده نگه داره. اکثرا قطعا خودتون داشتید طرف میاد شروع میکنه به غر زدن، حالا واقعا مشکل داره، یعنی عملا یه مشاور درجه یک باید برای طرف باشی، نه آقا اینجوری نیست، ببین این اینجوری شد، دیگه میدونی دیگه قطعا حفظین. یعنی به عنوان یه دوست و مشاور عملا از یه جا به بعد باشه و واقعا باشه. به نظر من وظیفه طرفه. چرا؟ چون تو یه مسئولیت خیلی بزرگ برداشتی که طرف ممکنه به خاطر حرف اشتباه تو، به خاطر اون طرز فکر تو از موزیک زده بشه. اون رسالت دقیقاً همینجاست. تا جایی که ممکنه اگه دید واقعا ممکنه 1% کار خودت باشه که نمیتونی راهنمایی بکنی، همونجا به نظر من باید قطعش بکنی، بسپری دست یه نفر که فکر میکنی میتونه راهنماییش بکنه، اگه مسئولیت پذیر باشه. خیلی کلی گفتم، خیلی جزئیات زیادی داره. شما هم باید نظرتو بگی. فقط من یه چیز کوچیکی وسط بگم. ببین مثلا طرف میاد میگه که آقا من نمیخوام برم رو استیج، من نمیخوام آلبوم بدم. من دقیقاً داشتم یه هنر، من آرزوم اینه که سولو هتل کالیفرنیا رو بزنم. بماند که سولو هتل کالیفرنیا رو طرف میزنه، بعد میاد میگه من آرزوم، چون خودم هم اینجوری بودم دیگه، من آرزومه که متالیکا فلان ترک فلان، بعد زدم، بعد آرزوام شد دریم تیاتر، بعد دریم تیاتر زدم، بعد آرزوم شد پریفری، رفتم زدم آرزوم شد یه چیز دیگه. همینجوری هی میره بالا. آره دیگه، انسان هی به یه نقطه میرسه بیشتر میخواد دیگه. بله. اینو بذار کنار. من میگم طرف آقا میگه من هتل کالیفرنیا رو بزنم، گیتار تو ذهنم تمومه. دقیقاً همین رو بهم گفت. گفت من سولو هتل کالیفرنیا، سولو هتل کالیفرنیا سولو آسونیه ولی خیلی ریزه کاری داره، خیلی تاش داره، خیلی لهجه داره، خیلی چیزا. بعد آره خب من میگم، من همیشه به بچه‌ها حرفم اینه، من میگم آقا تو همونیم که داری میزنی باید پرفکت بزنی. من سختگیریم که اول گفتم از این جنسه. من میگم چون تو نمیخوای نوازنده حرفه‌ای بشی، نباید هتل کالیفرنیا بزنی یه جوری بزنی گوشه آدم زخشه. که چرا؟ چون فقط میخوای هتل کالیفرنیا بزنی تمام، اون رو باید به بهترین شکل بزنی. پس بازم اگه بخوای اون رو به بهترین شکل بزنی، یه نوازنده خوب باید باشی. درسته؟ پس من میگم یا نوازنده خوب باید بشی یا نباید اصلا ساز بزنی. چیزی این وسط وجود نداره. ببین این گپه همش سوراخ خرابه. از اینجا تا اینجایی که نوازنده خوب تو میبینی میگی ای والایک، حالا نمیگم وسطش ایمپرووایز کنه این پسره که یهو شروکش شرکت کردن وسط هتل کالیفرنیا، کاری نداره. سولو استاندارد بزن. از اینجا تا اینجا کلش خرابه از دید من. میدونی چی میگم؟ متوجه منظورم میشه؟ من میگم نوازندگی تنیس نیست
که تو بگی من هفته یه بار برم تنیس بازی کنم، حال کنم، حالا 4 تا توپم هم رفت بیرون رفت. من دیدگاه همینه. من میگم ساز یه چیز تخصصیه، یا میزنی یا نمیزنی. اگه میزنی درست باید بزنی. این دیده منه. من میگم هم اوتو کالیفرنیا رو باید درست بزنی، تمیز بزنی. قبلش یه راننده فرمول 1 اگر بخواد اینجوری فکر کنه، این عملا ما داریم یا میزنیم یا نمیزنیم. ما میدونی منظورم چیه؟ یعنی مثلا تو به یه لول خوبی از گیتار رسیدی، میگه آقا اگه این نرسه فایده نداره، ولی ممکنه طرف به خیلی کمترش قانع باشه و لذت ببره. مثل تنیس. خود منظورم چیه؟ منظورم اینه که میزنن بعد بیشتر میخوان. نه خب اوکیه، اون دیگه وظیفه من. میدونی من چی میگم؟ مثلا میگم یه هنرجو میاد میگه که من فقط میخوام این سبکو کار کنم. هیچی من تیکی تو زنم. گفتتون فهمیدم چی میگه. طرف میگه که من فقط فلان سبکو دوست دارم، بقیه سبکو چرت و پرت. این چی هوار میزنن اصلا؟ چیه گوش میدین؟ من خودم اینجوری بودم. اولین بار لمبا فوت گوش کردم تصمیم تایم پاره کردم. چیکار داره میکنه اینو؟ بعد رفت جلوتر دیدم شنیدم تازه. انگار دیگه اون لول کاملا بالانس شد. اوه چقدر باحال. آفرین. گوشت هم خودش نوازنده. من همینه. من نوازنده‌ای که میخواد بیاد یاد بگیره میگه من فقط میخوام اونو بزنم، میگم ببین اینو دیدی اینم چقدر باحال شبیه اینه، میگه آها. بعد هی ریز خودت الان در تایید من، حالا خواسته یا ناخواسته، یه چیزی گفتی. من حرفم اینه، طرف تو ذهنش اینه که من پس من لگاتو رو به جای اینکه 140 بی پی ام بهش گیر بدم بزنه تو اون تایم، نه 80 زدی دیگه، چون نهایتاً میره جلو، گوشش با نوازندگیش پیشرفت میکنه، موزیکای بهتر گوش میده، بعد یوهو میره خونه، میاد 3 ماه بعد میگه استاد گلاسکوکیس. نمیشه که قربونت برم گلاسکوکی سلام بزنی که. پس ببین متوجه میشی من میگم من پامو میذارم دم خرخرش، میگم باید بزنی، چون میدونم میره جلو، میره گلاسکوکیسو گوش میده. یه سال بعد استاد گلاسکوکیسو نمیتونیم بزنیم. حالا طرف رپنتنس که اولین سولویی که من به هنرجو آموزش میدم و نزده هنوز، بعد الان میاد میگه که من گلاسکوکیس میخوام بزنم. یعنی خواسته هاش همینجوری زیاد میشه. من ندیدم یه نفر قانع بمونه همونجا. میاد نوازندگی یهو ریگرامو برای من میفرسته، میاد نوازندگی یه نوازنده خفن یا یه موزیک خفن من گوش میدم، میگم استاد این سول بست اف تایم، یا آرزوهاش هم همینجوری پیشرفت میکنه. بخاطر همین من نمیتونم برگردم تو لگاتو دوبارش بگم حالا برو این 70 بکن 100. حوصله دیگه نداره بکنه کار. پس من اون فشاره رو میارم، فشار حد اکثری رو میارم. حالا دیگه این کجا وایساد عهده خودشه. این در تایید، یعنی در تکمیل صحبت‌های تو و تکمیل صحبت‌های خودم بود. شما اگر حالا من دقیقاً قرار دیدگاه خیلی متفاوتی اینجا بگم. من به نظرم یه سری آدما هستن که خیلی متد محور میشه باشون پیش رفت. من هنرجو داشتم، سرعت پیشرویش هم نسبتاً کمه به خاطر تایم کمی که داره، مشغله زیادی که داره، اون داستان زندگی، سر کار، زن و بچه، این داستان هست. خب و اون شخص راحت اینجوری که استاد هر چی شما سلام فیکس همین شکلی، و من میتونم یک متد 40 صفحه‌ای رو 3 سال به این شخص درس بدم، هر چقدرم کم کم پیش بره و اون شخص اوکیه. یه سریای دیگه شاید حتی استعداد بیشتری داشته باشن ولی حرف شنوی خیلی کمتری دارن. من خیلی بازترم تو این داستان. یعنی امکان داره یه نفر شو فکر کنم اصلا، چون من خودم اینجوری بودم. من موقعی شروع کردم تدریس کردن که صلاحیت تدریس نداشتم. آره گفتی 2 سال 3 سال من هیچی از تئوری نمیدونستم و موقعی که من داشتم درس میدادم یکی اومد به من گفتش که آقا بیا فلان چیزو بزن. چون من اون موقع تو اصفهان مثلا آپشنی بهتر از من برای اون آموزشگاه نبود، اسمش هم نمیارم آموزشگاه. خب من رو دیدن شاید اخلاقم خوبه، یه سری تکنیک‌ها رو دارم میزنم، خودم هم میکشتم، یعنی کثیفم بوده، 100% کثیف بود. گفتن که آقا تو بیا تدریس کن، چون در اون لحظه من آپشن بهتری بودم از اون شخصی که داشت این کارو میکرد. گفتن خب تو بیا جاش. گفتن باشه. میدونستن در اون حدی هستم که بخوام مثلا اون هنرجوی 0 رو راهنمایی کنم، ولی به جایی رسید که یه استاد دیگه اومد شروع کرد با من ساز زدن، گفت بکینگ ترک بزنیم. من اینجوری بودم
چی بک چک چی وای تازه فهمیدم یه سری چیزا رو نمیدونم. همون اتفاق افتاده و من خودم حس میکنم راهی که امکان داره برای خیلی‌ها جواب بده دقیقاً همین شکلی. یعنی چی؟ یعنی فکر کن یارو مثلا تپینگ دوست داره، خب یه سری کلیاتو بهش میگم وارد تپینگ میشه، من میگم پس تپینگو دوست داری ادامه بدی؟ یارو میگه آره. مثلا من فکر کن 4 جلسه است دارن بهش تمرین میگم، این به جاش میره تپینگ میزنه برای خودش. من میگم خب برو JTC رو باز کن، خفن ترین چیزی که میتونی پیدا کنی رو دانلود کن و ببین همه چی رو من کار میکنم. در آخر راجع به نوازنده‌ای که میدییتن صحبت میکنه. نه مبتدی جلسه دوم میاد میگه میشه فلان آهنگو بزنی. نه مبتدی نگفت که من خیلی فلکسیبلم. اونش کار میکنه. جلسه دوم داره بهت میگه استاد نمیشه سویت چایلد بزنی. ببین میبره جلو وقتی طرف به خاطر همین من میگم قبلش باید روشن بکنی براش که هر چیزی پیش نیازی داره، یه مسیری داره، یه روند پیشرفتی داره. خب حالا فرض کن صحبت رو هم کردی چون من همیشه جلسه اول صحبت کنم. نه میخوام نظر یوسف شه دیگه. سر این داستان که مثلا جلسه دوم برات موزیک پیشنهادی بهت میگه، مثلا مسیر آموزشی برات مشخص میکنه. من اول اگه من اون تایم مثلا یه نفر شروع کنه، اکثرا هم یه همچین چیزی همراهه با اینکه یارو میره تبلچر دست با شکسته هزار تا چیز دیگه هم میزنه. دیدین هممون دیدیم 2 ثانیه اینو زده 5 ثانیه از یارو جلسه چهارمشه با انگشت اشاره واسه 40 تا آهنگ میزنه، هم غلط غلوط. هزاران بار ما هممون اینا رو دیدیم. اگه یه نفر جلسه چهارمش باشه و بیاد همچین چیزایی بزنه، من میگم لطف کن خیلی شوق داری همون چیزی که من میگم الان بزن. خب دیگه آره اولش آره واقعا، ولی از یه قسمتی به بعد من فلکسیبل بودن خب استانداردی داره اصلا. من میگم طرف جلسه سوم میاد برات روند آموزشی، اگه اون خودش تشخیص میده کسی چرا اومد پیشم؟ من ندارم. دقیقاً هنرجو داشتم، هنرجو خوبی هم بود، پیانو میزد، وکالیست بود، تو فیلد خودش خفن بود، ولی نمیتونست ببینه که اینجا من باید بهش بگم چیکار کنه. و این رو اعصابش بود. چرا میاد کلاس بعد؟ یه مدت اومد من با این مدل شما مشکل دارم، من اون کاری که از اول بگم اون کاری که شما میگیره من شاید نکنم ببین اتمام حجت‌های در نهایت هم رفت خودش خوب ساز میزنه الانم، خب ولی اونی که من میخواستم بشه نیست. نه چون میدونم آرزو داشت خیلی چیزا رو بزنه و مطمئنم نمیتونه انتظار بیشتری ازش داشتی. آفرین. چون پتانسیل بیشتری دیده اگر با من آفرین اگر اون کاری که من بهش میگفت. به نظر من حالا به جز همه این راههایی که هست، حالا چیزی که خودم نظر خودمو دارم فقط میگم، بهترین نوع تدریس حالتی میشه که شما بهش آنالیز کردن یاد بدی. من اینو همیشه گفتم. ببین چیزی که طرف میزنه رو توی لول خودش باید بتونه آنالیز بکنه و اینو همیشه باید جا بندازیم که طرف راجع به صحبتی که تو هم میکنی بره تحقیق کنه. اینو همیشه به بچه‌ها میگم. آقا من بهت گفتم که اینو اینجا اینجوری بزن، تو یه دو تا چهار تا بکن که اصلا چرا به من گفت اینو اینجوری بزن. نه خب من میگم، من ایجاد میکنم که بگن. یعنی میگم همون اول میگم آقا من بهت گفتم اینجوری بزن، وقتی میگم آلترنت بزن، اینو اینجوری بزن، این زاویه رو بکن، دلیل منطقش اینه. من اینجوری هم چون ریاضی ام کلا خیلی حساب کتابی ام، همه خیلی مهندسی نگاه میکنم. میگم این اینجوریه، حالا تو خودت که داری ساز میزنی اینجوری باید ویدیوی خودتو ببینی، اینجوری باید ببینی که اون صدا رو میده یا نمیده، نوع مقایسه اینجوریه. بعد که طرف عادت میکنه تازه شروع میکنه به فهمیدن یه سری چیزا، شنیدن یه سری چیزا، اشتباهات خودش وقتی که زیاد میشه میبینه، میاد همون قضیه سیمسته است که گفتم آزارشو بهش گفتم، تازه میاد که آقا اوکی شد الان این کارو، هر چی لول بالاتر میره پیش دیگه بیشتر میشه، خیلی راحت تر با یه سری چیزا کنار میاد. ولی اگه یه سری چیزا رو همش آماده بهش بدی، فقط این لیکو بزن، فقط این کارو بکن، ترانزیشن بهش یاد ندی، چیزای مختلف شو، مثلا اینو اونجا بزنی چی میشه، اگر همه رو 100 به نظر من یه استاد بده، مثل کاری که خیلیا با کتابا میکنن، یعنی فیکس تاپیکو میرن یه جزئیات حتی بهش اضافه نمیکنن، چرا اینجوری باشه؟ به نظر من خیانت دارن در حق طرف میکنن. یه ربات میسازن که ممکنه که اونا رو خوب بزنه، ممکنه که خوب نزنه، که احتمال زیاد هم خوب نمیزنه و همونو بگی بیا فلان جا با فلان حالت پیاده کن، نمیتونه طرف. به نظر تئوری چقدر میتونه کاربرد داشته باشه، چقدر میتونه جلو بندازه و تو اون درکه چه تأثیری داره؟ میخوای تو اول راجبی صحبت کن؟ من حس میکنم خیلی بستگی به اهداف افراد داره. آقا امکان داره یه نفر یه بندی داره
و یه سبک موزیکی داره کار میکنه که شاید آقا کرت کوبین خب خیلی دوست دارن نشون بدن اون ایمیج تئوری بلد نبود، شاید هم بود، من خیلی در جریان نیستم خب، ولی میخوان آقا یه نفر مثل کرت کوبین یا خیلی افراد دیگه یه سری سبک هایی هستن که یارو راحت میتونه گوشی بزنه، حالا شاید مثلا نشناسمش، میتونه گوشی بزنه و نتیجه خیلی خفنی هم بده و اون چیزی که واسه اون دلنشینه واسه خیلیای دیگه هم دلنشین باشه. خب یه نفرم امکان داره بخواد یه سبک موزیکی کار کنه مثلا پروگرسیو یا خیلی سبکی که آقا شما نمیتونی یه سری چیزا رو ندونی. خب و یکی از چیزایی که من خیلی متوجه میشم، ببین اگه یه نفر خیلی راحت میتونه بگه تئوری اصلا مهم نیست، خلاقیت رو کم میکنه، یکی با و حرفش هم درسته، شاید برای یک شخصی که خیلی گیتار و گیتاریست بودن رو جدی نگاه نمیکنه، آره شاید یه نفرم به خوش بگه راست میگه، من که مثلا هدفم اینه، شاید به درد اون بخوره. یه نفر دیگه شاید بگه تو تئوری بلد نباشی ازم موزیسین نیستی و حرف اونم درسته. و نکتهش اینه به هر چیزی میتونی اینجوری نگاه کنی، تکنیک زیاد روحو میگیره، کاملا هم درسته. خب یکی از دلایلش نوازندگی خود من تا انقدر درگیر تکنیک بودم یعنی من به خلاص بچه‌ها میگم مثلا نوازندگی خودم چند سال پیش نگاه میکنم 100% چند سال بعد قرار راجع به الانم هم همینو بگم، و نگاه میکنم میگم اوه فقط دارم تکنیک میزنم. یه نفرم بیاد بگه اگه تو تکنیک نداشته باشی پس نوازنده نیستی. هر چیزی رو میشه نهی کرد و میشه هم تایید کرد که این به نظرم چیزی کاملا درسته. خب اگه کار شخص جدیه و دوست داره موزیسین بشه، تئوری مهم خدایی یه حداقلی رو به نظر من داره، یه حداقلی رو داره. اگه یه شخصی نه کارش جدی نیست میخواد دلی ساز بزنه، اصلا نیازی نیست صادقانه. خب ببین خیلی با حرفات موافقم، من دوست دارم نظر فرزانم حالا بدونم. ببین من نظر خودم رو نمیگم، 3 تا نقل قول میکنم از 3 تا آدمه که هم من قبولشون دارم هم دنیا قبولشون داره. مثلا کلاسیکو رو احتمالاً می‌خوای بگی. نه یکیش اون مصاحبه معروف تایلر میوزیک از وین با آقای ویکتور ووتن توی فکر کنم نمشوه، ایشون میگه حرف من نیست، میتونید برید تو اینترنت بزنید ویکتور ووتن تئوری میوزیک از وین. ایشون میگه برای من تئوری مثل یک جعبه ابزاری میمونه که در صندوق عقب ماشینمه و ماشین در حال حرکت، ماشین در حال حرکت اون ابزار به در حال حرکت کمکی نمیکنه. ولی اگه ماشینت خراب شه اگر گیر کردی ابزار نداشته باشی اذیت میشی، بعد وایسی فلان کنی زنگ بزنی فلان، ولی ابزار داشته باشی اما امیدوارم ماشینم خراب نشه. این چیزیه که میگه. این جمله آخرش خیلی قشنگه، میگه یعنی امیدوارم، یعنی این که امیدوارم یعنی قشنگ‌تره که آفرین حسی باشه، نیاز پیدا نکنم باشه. آره قشنگ‌تره حسی باشه. و یه کورد پروگرشنی داشت میزد، میگفت من نوت فالش میزنم جوری که درست صدا بده. آره داشت دونه دونه نوتا رو میومد جلو، دونه دونه تک تک نوتا رو زد. هم بیسیست است. آره من یه کاری میکنم که تو فالش صدا بدی و کرد این کارو. ببین میگم موعد اصلا این هیچ ربطی به تئوری نداره. آره درک موزیک، درک روی دسته گیتار مهمه. این یک. خیلی با صحبتات موافق بودم. نکته دوم، نقل قول دوم، توی سمعش توی مستر کلاس منم یه مدل‌های دیگه این نردم میرم میشینم مستر کلاس‌های مثلا پتروچی رو میبینم. از پتروچی یه نفر پرسید آقا چقدر تئوری مهمه؟ اینو من به بچه‌هام میگم، نه من باب این که میگم انتخاب با خودتونه. پتروچی گفت چقدر تئوری مهمه؟ پتروچی تو اینترنت هست برین نگاه کنین. سمعش یه میوزیک استوره، با دستش اشاره کرد گفت برای این که شما، بعد طرف پرسید که برای اینکه مثل شما بخوایم صدا بدیم باز تکیه گفت پس شما دریم تیاتر بند پیچیده یه دیگه، درسته؟ نسبتا آره. از دید گیتاریست بند
برای اینکه دریم تیاتر بزنی لزومی نداره شما خدا و یه تئوری باشه. نکته سوم، یعنی مثال نقض سوم، اصلا نمیخوام مثال اسلش و متالیکا اینا رو بزنم که تئوری همه میدونن. یه جمله جالبم ویکتور ووتن گفت کسی که رو استیج داره پلی میکنه، شما داری نگاه میکنی، برات مهم نیست چقدر تئوری ها رو میدونه، شما داری موزیک یارو رو گوش میدی. یه مثال قشنگ زد، گفت بی کینگ کی میدونست چقدر تئوری میدونه؟ شما میرین نقاشی گالری نگاه کنید، کی میدونست واقعا کی میدونست بی کینگ چقدر تئوری میدونست؟ نمیخوام مثال اسلش و کرکتر اینا اصلا هیچی نمیدونستن. خب اما یه بند سوپر تکنیکی و سوپر تخصصی پریفری. مصاحبه ریک بیاتو با میشا منصور چی گفت؟ میشا منصور داشت راجع به ترک بکنم اگه اشتباه نکنم ابسولوم صحبت میکرد، یه قسمت تپینگ داره وسطش، گفت اینو چجوری بزنه؟ گفت من تئوری نمیدونم، زدم همینجوری. ببین نه اینکه یارو صفر باشه ها، یه حداقل های قطعاً بلدی که اونجوری داره صدا میده، ولی اون چیزی که تو ذهنته که وا یارو الان ازش بپرس نمیدونم، من میگم تئوری بسیار مهمه، ولی اون قدری که به کارت بیاد. ببین مثل این میمونه یه بنزو زیرش لاستیک بارز بندازی و بالعکس بری یه ماشین ترکیده داغون و زیرش میشلن بندازی. هیچ کدوم اینا درست کار نمیکنن. آقا مثل گرامر، مثل دستور زبان، قشنگ بحث همونه. موقع صحبت کردن اون استفاده نمی‌کنی. نه ولی وقتی که گیر بکنی یعنی داری اشتباه صحبت می‌کنی میری اگه تجربه زیاد بشه گیر نمی‌کنی. خب آره پیش میاد گیر کنی. ولی من خودم جزو کسایی بودم که واقعا اصلا تئوری موسیقی پیش نرفتم. یه عالمه چیز میزو زدم، بعد رفتم اسماشو عملا یاد گرفتم. یعنی اینو که میزنم این صدا رو میده، این چیه؟ آها این پس مثلا فلان اسکیله. خب منم چون آموزشه و احساس کنم اگر نگم به بچه‌ها خیانته، در حدی که یک گیتاریست نیاز داره 100% در حد گاما فرمول ساختشون، فرمول ساخته کو. آقا من فرمولشو دارم بهت میگم، تو میتونی بری همه اینا رو در بیاری. هر اسمی که ببینی میتونی تحلیل بکنی. من دارم دیمینیش رو به تو میگم، دارم سونا رو به تو میگم، دارم نمیدونم ماژور مینور، نمیدونم پنتاتونیک، همه اینا رو بهت میگم، فرمولش دارم بهت میگم. این که دیگه تو چقدر میخوای توش خفن بشی در این حد، من خودم هم در همین حد بلدم، بیشترم نمیدونم. خب ولی میگم دیگه، ببین من حرفم اینه، من میگم من اول نگاه میکنم فرزان چی داره میزنه، تو ویدیو تو باز بکنم ببینم بندت فالش، دیر شروع میکنی، زود شروع میکنی، سر ضرب نیستی، اصلا من نظر من اینه، برای من مهم نیست آقای فرزان چقدر تئوری میدونه، من درجا ویدیو تو میبندم دیگه هم نگاه نمیکنم. من آیا موجود مهمی داری میری اون ویدیو رو میبینی؟ من آیا موجود مهمی ام؟ نه. ولی من میگم شما اول باید بندت درست باشه، تاچت درست باشه، تکنیکت درست باشه، ضربت درست باشه، لهجت درست باشه، همه چی اوکی باشه، بعد حالا بیا ببینیم چند شاید مثلا درستی نباشه ولی مثلا میمونه که ابزارت گرونتر از ماشینت باشه. آره دیگه، همون مثال چرخ ماشین رو گفتم دیگه. کار در نمیاد. من خودم حس میکنم اونایی که میگن ما تئوری بلد نیستیم، امثال از میشا منصور بگیر تا جیمی هنریکس که دامیننس 7 شارپ 9 میگرفت، میگه من نمیدونم چیکار میکنم. 100% داری دروغ میگی. خب حالا بحث این نیست که یارو داره دروغ میگه یا نه، من حس میکنم شما از یه حدی که بیشتر تو نه اونم نیست. ببین شما از یه حدی بیشتر تو تئوری پیش میری و شروع می‌کنی ساز زدن، یه سری چیزا مثل سی پی یو کامپیوتر میشه واسه محاسباتشو بهت نشون نمیده، ولی داری محاسبه رو انجام میدی، ولی کسی دیگه نمیفهمی داری اون محاسبه رو انجام میدی. خب یعنی یارو سکند نیچر میشه واسش، خودمونیش اینه. خب و یارو دیگه متوجه خود اون میشه منصور، خب 100% میدونه اگه همه فرتا رو پشت سر هم بزنه قرنی صدای خوبی بگیره. چرا اونو میدونه؟ مثلا خب تجربیه. من یوسف مثلا یه بکینگ ترک میذاریم، بعد هزار بار گام عوض میشه، آکورد عجیب غریب میاد، بعد یوسف عادت داره اصلا تا نبینه آکورداشیه میتونه بزنه، ولی دوست داره ببینه که فول بله فول پاور بره سراغش، مثلا جر واجرش. من آزمون خطام آخه من اینجوری ام. آره درجام پیداش میکنه. آره درجا، ولی خب من نمیتونم. آره
ساز می‌کنین میدونم دیدم. ولی خب من انگار مثلا پرینستال قشنگ نصب شده قبلا بهش فکر نمی‌کنم. چون تجربهشو داری، چون زیاد کردی این کار. منم حرفم همینه دیگه. من میگم اون اسکیله. در نهایت دونستنش به اسکیل شما کمک میدونیش، بعدش که میفهمی داستانش چی بوده خیلی بهترم تثبیت میشه. مثلا میگه آقا پات اینجوری شد، حالا اسمش اینه، تو قبلا دیگه اینجوری رو کردی دیگه، اسمش هم میدونی. رو داری وقتی به کلید رو میدن میدونی مال کدوم قصد. نه چیزی که میتونی منکرش بشی، اهمیتش رو باید باشه قطعا. نه اینوری نه اونوری. من اوکی ام یه نفر تا تهش بره، صادقانه بخوام من اوکی ام یه نفر فقط تکنیک بلد باشه و هیچی تئوری ندونه، دوست داره آقا همین داره بهش لذت میده، بذار این کارو بکن. خب و من اوکی ام یه نفر کامل تئوری بلد باشه و هیچی تکنیک بلد نباشه. راستش بخوام بگم چون من خودم اونوری بودم. نه من اینو خیلی باشه من اوکی ام با این. همه قرار نیست یه آموزش کار بده. نه بحث آموزش دادن نیست. مثلا آموزش بده. من بخش عمدهشو دارم. تو آموزشم پکیج آموزشی نگاه یارو تئوریش زده تکنیک نداره. فکر کن یه شخصی هست تئوریش زده تکنیکش هم خیلی بده، میتونه تئوری آموزش از منم شاید بهتر بتونه تئوری فقط یه دونه سازم نیست دیگه. آره نیستش دیگه. خب آخه باز اینجا یه بحث اینجا باز میشه که در این مقال نمیگنجه. مثلا اینکه شما تئوری رو کاغذ هیچ ارزشی نداره به نظر من. آقا شاید یکی عشقش اینه. آقا شاید یکی عشقش اینه. اصلا گیتار آقا عشقش ممکنه خیلی چیزای دیگه باشه. شاید دوستش ریاضی عشقش آخه میتونی ریاضیه رو اینجا میتونی بیاری یا نه جدی. آخه مثلا ریاضیه رو به نظرم میشه اینجا آورد. عشقش من کار ندارم. من میگم یه چیزی درسته یه چیزی غلطه. میدونی مثلا مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که طرف بلد الان با برنامه‌نویسی یه ماشین حساب طراحی کنه که چیز بکنه، ولی طرف یه نفر دیگه کاری نداره این چه جوری درست شده. من کار باهاشو بلدم، 2 + 2 رو میتونم اینجا بزنم نتیجه داشت بگیرم. مثل تو همون مایه ها میمونه. بس دیگه داره کدوم سمتشو بخوای داشته. میگم مثال زبان حالا انگلیسی فارسی، من دوست دارم حرف بزنم، ولی اونی که نمیتونه حرف بزنه و فقط گرامر و دیکشنری حفظه هم به نظر من احترام داره واسه خودش. مفت نمیارزه. من به نظر احترام داره. ساز ساخته شده شما بزنید صدای خوب بده، شما سازت صدای سگ میده و خدای تئوری. این اصلا ارزشی نداره به نظر. تئوری چند تا راه میتونی براش بری. یکی این که بری با نوت یاد بگیری. اکثرا هم با پیانو فکر کنم یاد میگیری. فونداسیونه. بله بیسشو با پیانو. بله به خاطر که خب راحت تره رو پیانو. گیتار به نظرم خیلی سخته. آره. واسه همین دارم میگم دیگه. میگم تو باید رو ساز بلد باشی دیگه. خیلی میگم خیلی میشه راجع به اینها صحبت کرد. بعد بیایم راجع به پیانو صحبت کنیم، راجع به گیتار صحبت کنیم که چرا میگیم سخته فلان. واقعا نمیخوام چیز کنم. به عنوان سوال آخر، من خیلی دوست دارم بدونم نظر شما رو که تکنیک یا احساس در نوازندگی. تو پدرتو بیشتر دوست داری یا مادرت؟ آره من بگم ببین خب منو بیشتر به عنوان یه نوازنده سمت تکنیک میدونن تا اونور. درسته اونورم دارم ولی خب بیشترشو بخوای حساب بکنی اونوره. ببین باید پکیج باشه به نظر من. اون تعادله به خاطر این طرفدار بیشتری داره که خیلی وقتا بیشتر میفهمن و باهاش ارتباط میگیرن. ببین همیشه اینجوریه که یه چیزی که یه نواخت میشه هر چقدر با ارزش باشه یه دفعه میبینی از چیز میفته. میخواد فول فقط تک نوت باشه، ممکن البته مثال نقضش هم باشه، ممکن لذت ببرم، برای خودم اصلا دارم میگم. اون خط صاف میشه میخواد فول تکنیک باشه، فول نوت مثلا احساسی باشه، شاید اونقدر بهم حال نده. خودم باز دارم میگم، تاکید میکنم. ولی وقتی که تو پکیج میاد، این فراز و نشیبه با همدیگه میاد، اون تکمیل میکنن همدیگه رو، خیلی بیشتر بهم حال میده. واقعا خیلی بیشتر بهم حال میده که فقط اون سمت باشه یا فقط این سمت باشه. هر کدومش البته توی یه سری جای خاص هست. مثلا میگم تمرینای من ممکنه صدای خوبی نده از لحاظ موزیک، بله، ولی من دارم با همونم حال میکنم چون از یه بحث دیگه دارم بهش نگاه میکنم. ولی وقتی مادر من مثلا یا همسر من بیان گوش بکنن، چرت و پرتی داره میذاره 24 ساعت تق 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 صدا میدی، یا از اون ور فقط ممکنه مثلا یه بند و ویبره دارم تمرین حال میده، ولی تا نیاد کنار اون که همدیگه رو تکمیل نکنن نه. ببین من یه مشکلی دارم با حرف خیلیا،
اونم به خاطر اینه که مثلا طرف موزیکای کلاسیکی رو گوش میکنه که مثلا ته سرعتن، مثلا چه میدونم پاگانینی، با صدای ویولون باشه اوکیه، همون طرف با گیتار میزنه بابا احساس این کوب هست. یه ذره با این قضیه مشکل دارم که افکتشو نپسندیدی، با ساز طرف حال نکردی، یا چی بود داستانه، چرا خوشت نیومد. هم بحث اون پکیج است، هم اینکه بحث سلیقه رو ما دخیل میکنیم تو این قسمت که اون چیزی که من میپسندم ازش لذت میبرم درسته، اگه تو تون بزنی چون جزء دایره سلیقه من نیست به نظر من فایده نداره، اون موزیکالیتی رو نمیرسونه. به نظر من خیلی چیز نیست. هرچند اگر یه نفر فول فقط تکنیک باشه، هدف نداشته باشه، واقعا خوب صدا نخواهد داد دیگه. چقدر من دارم تکنیک میزنم، من خودم دارم از این ورشم میگم. به خاطر همین جفتش با هم، ولی تکنیکی ابزاره برای اینکه اون چیزی رو که میخوای برسونی. یعنی اگه زیادی از ابزارت استفاده کنی آخرش یه دستگاه نسازی، خب چه فایده داشته؟ خاطر همین باید به نظر من اونجوری بهش نگاه بشه. نظر تو چیه راجع به احساس یا تکنیک؟ ببین من فکر میکنم خیلی راحته من بیام بعد از مثلا تایمی که ساز زدم بگم دوتاش. خب به نظر من ببین من مثلا کاراکتر به کاراکتر و موقعیت به موقعیت متفاوته. من اولا که داشتم ساز میزدم و اصلا نمیدونستم حس یعنی چی، بند و ویبره اصلا مهم نیست، تاش چیه، و صرفا داشتم رو تکنیک و سرعت کار میکردم، میگفتم 100% تکنیک، چون الان من سرعتم نمیرسه و اون چیزیه که مهمه. بعد از اینکه تکنیک رسید به یه جایی و بعد رفتم سراغ چیز، گفتم معلومه احساس مهمه، چون من اینجوری بودم که خب من اصلا چقدر بدم تو این داستان و چقدر عقب‌تره مثلا تا چند، پس بیام سراغ این کار کنم. باز من به نظرم تعریف احساس و تعریف تکنیک متفاوته. یه اندی جیمز هم یه حرف قشنگی میزنه توی مستر کلاسی هست، دور صحبت میکنه و میگه آقا من یه جا دارم خیلی مثلا تون میزنم، یه چیزی دارم شرط میکنم و یارو میگه نه این احساس نداشت. گفت اصلا تو کی هستی بگی من دارم چی حس میکنم وقتی دارم ساز. آفرین. تو از کجا میدونی من دارم چی حس میکنم دارم لیکر میزنم؟ شاید اصلا این سرعت داره به من احساس داره. آره یه حس خیلی خوبی میده. 100% خیلی بخوایم کوتاه جواب بدیم، بهترین جواب اینه که جفتش. ولی کلی ترین جواب هر چیزی بهتون حال میده همونو بزنیم. چیکار دارین که اون یکی احساس داره اون نداره، اون شرط میکنه کاری که دوست داره بکنه، هر چیزی تو ذهنش میشنوه رو بله. پیاده کنه. بقیه هر چی میخوان نظر بدن مهم نیست. بله. یکی میره شطرنج بازی میکنه، یکی میره بدنسازی وزنه‌های ابدی میزنه. دقیقاً. اون میگه من شمشیربازی، ظرافت، فلان، شطرنج، اون یکی ببینید هر کی چیزی رو دوست داره. هر شخصی هر جوری خودش حس میکنه در اون لحظه بهش حس خوب میده ساز بزنه. بله دقیقاً. حتی اگه قرار باشه نظرش عوض شه دیگه. خب جمع‌بندی بکنیم. خیلی اول از همه ممنونم از شما که تشریف آوردی. البته شما همیشه ما رو همراهی میکنی ولی این سری جلوی دوربین بودی، کنارت لذت بردیم. از همراهان نویزگیت تشکر میکنم. خیلی ممنون که حمایت میکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. فالو، کامنت، آره این برنامه رو دوست داشته باشین مثل برنامه‌های قبلی. خیلی ناراحت شدم که فیفا نداشتین. آره نمیزنیم. نه میتونم مثلا دورتون نمیرسه که ما فیفا بزنیم. این کارو میکنم ولی خب حیف شد. یعنی من بعد از اون داستان خیلی دوست داشتم به من برسه فیفا با من بازی کنید. ولی خب نشد. تو گیتار شاید چیزی نتونم. آره تو گیتار شاید چیزی برای ارائه اونقدر نداشته باشم ولی فیفا خواهش میکنم. دم همتون گرم. خیلی ممنونم. تا 2 هفته دیگه و لایک و کامنت و ساب لطفاً فراموش نشه. به امید دیدارتون. دم شما گرم. دانیال جان ممنون. مرسی. خدا نگهدار. تا 2 هفته دیگه. میخوای من بگم با گیتار برو کجا بودم؟ گیتار هیرو. بعدش گیتار هیرو اومد. دستات میره تو بیهاند. آره چی میرم بیهاند سین. آره خب
اگه خنده تموم شد شروع کنم. بفهمه ببخشید. تو ریدی. یه بار میدیدم دیگه. بریم یه داری اینجوری شروع کنی. برو. خب صبر کن. خوش شروع بریم. بعدش دیگه بازی گیتار هیرو اومد. بابا گیتار هیرو یه ویدیو از جان پتروچی هست همینجوری میخنده، دارم دیدینش یا نه؟ یاد همون افتاده. آروغ میزنه با جیمز لابری. خیلی بده اون. Hello bro, my name is John Petrucci. آره میخنده اصلا من شروع کردم. خودت اینجوری شد. بده گیتار هیرو. خب بریم. خب بریم. بفهم. اوکی برو 3 2 1 چند لحظه نریم دیگه نخندین. اوکی آقا بعدش بازی گیتار هیرو اومد و اینکه من خیلی نردگونه نشستم. خودت داری میکنی. نه بابا چیکاری من دارم میبینم میشش باز اینجوری من برنامه گیتار به قرآن میرم در میارم میذارم. بازی گیتار هیرو اومد و اینکه من خیلی آره بابا اینجوری بودی. نه خیلی توی حالتش موندم. نه جدی دیگه بریم. یه صبر کنید. نه من بابا چیزی نیست من فکر میکنم من دارم میخندم ولی همینجوری. نه این مدلش من خودم شکلی آره. بنده خدا. برو اسکول مدلش همینه. برو